درود مجدد دوستای عزیز. خوش آمدین به یکی از جلسات دیگر ما. در جلسات گذشته ما روی چند موضوع صحبت کردیم. او موضوعاتی را که ما سرش کار کردیم، یکی JDK بود، درست؟ JDK را ما دانلود کردیم و اینستال کردیم در کامپیوترهای ما، بعدش هم در کامپیوتر ما ست کردیم. اکلیپس را دانلود کردیم و اکلیپس تا حدی ما معرفی کردیم اکلیپس چیست، درست بر شما گفتم. create project in Eclipse. در Eclipse پروژه های جاوا کرییت کردیم، درست؟ ایره هم پکیج کرییت کردیم، کلاس اینترفیس و پکیج های ما کرییت کردیم و فرست جاوا پروگرام هم ما بر شما به طور نمونه براتون نشان دادم. این بحث ها را ما کار کردیم، درست؟ حال ما میخوایم بدانیم مشخصا که به طور ما حداقل یکی جاها چرا مثلا ما میخوانیم، چه خصوصیات داره، چرا در مارکت کمپانی ها یا پلتفرم هایی که امروز مردم از استفاده میکنن مثلا چرا از جاوا استفاده میکنن، چی ضرورت دارن جاوا. کسی که سوال داره میشه دستش بلند کرده پرسان کنه، میشه هم سوالشان جواب بده. بعد یکی از دختر خانم‌ها مسیج کرد گفت استاد محترم ما فقط یک جلسه لینک داشتیم و هم هفته گذشته با نظر به اینکه عاشورا بود در کابل اینترنت قطع بود، اگر زحمت نمیشود یک معلومات کلی بدهید برای ما. خب میگم ما او را میکنه کار میکنه. ما درباره که چطور پروژه کریت میکنی باز گپ میزنیم. باز حتما ما یک بار همین به اصطلاح همین بر شما بگویم همین جاوا چیست، باز میریم او را حتما دوباره ما کریت میکنم. اینجا هست مراحلش، درست؟ یک اجمالی میریم، درست است. ما پیامشان ندین. تشکر از اینکه برام دوباره شما یادآوری کردین. Java is a high-level programming language originally developed by Sun Microsystem released in 1995. جاوا خودش یک زبان برنامه نویسی هست که اصلا این زبان را کمپانی سن مایکروسیستم دیولپ کرده بود، یا این را به اصطلاح این زبان را ساختنش مسئول کمپانی سن مایکروسیستم بود. در سال 1995 ای ریلیز شده، به اصطلاح عرضه شده. Java runs on a variety of platforms. جاوا یک زبانی هست که به پلتفرم ها یا آپریتینگ سیستم های مختلف کار میکنه، رن میشه. یکی از خصوصیاتش ببینین runs on a variety of platforms. در پلتفرم ها یا آپریتینگ سیستم های متعدد یا مختلف میشه یه زبان استفاده کرد. such as Windows. ببینین ویندوز خودش یک آپریتینگ سیستم است، یک به اصطلاح عامیانه که ما بهش میگیم کامپیوتر. یک نوع کامپیوتر ها ویندوز، Mac operating system and various version of Unix or Linux. با ورژن های مختلفی از یونیکس همچنان ای جاوا را شما میتونین استفاده بکنین. This tutorial gives a complete understanding of Java. خب کوشش میکنیم که در ای کتاب یا در ای سیشنی از صنفای ما معلومات کلی از جاوا داشته باشیم. جاوا چی هست، چگونه کار میکنه، کانسپت های مختلف جاوا را با هم کار بکنیم. The reference will take you through simple and practical approaches while learning the Java programming language. خب کوشش میکنیم که از مثال های عملی و نظری استفاده بکنیم تا که جاوا را با هم بیاموزیم در این جلسه و در این صنفای ما. و اینجا هم سوالی است که چرا جاوا را میاموزین؟ Java is a must for students and working professionals to become great software engineers. خب یکی از زبان‌های بسیار مهم است برای شاگردان بوده باشن و یا کسایی که پروفشنالی کار میکنن به یک سافت انجینیر شون یا سافت تستر شون. Especially when they are working in software development domains. خصوصا کسایی که در دومین ها یا سیستم های که او بیزون سافت دیولپ شده کار میکنن، جاوا ضرور است که باید بیارن. اینجا هم یک چند خصوصیات جاوا رو ما لیست کردیم، درست؟ که جاوا اگر در اینترویو از شما پرسان بکنه چند خصوصیات جاوا رو بگو،
این یاره ما میتونیم بگوییم these are the characteristic of the Java object oriented. این را با پسانا ما بر شما میگم که object oriented فعلا نمیفهمین اونقدر بیشتر باز وقتی که ما کدینگ کار بکنیم باز ما میگم که ببینید اینی مثال نمونه از object oriented بودن جاوا است. خب این object oriented معنای ازی شیگراست. جاوا یک زبان شیگراست. معنای شیگرا چیست؟ شیگرایی که از روی اشیای واقعی زندگی ما کانسپت های زبان گرفته شده. یعنی شما پسان میبینید که ما کدا را نوشته میکنیم، همه ساختارها عین آنچه که ما در زندگی واقعی داریم، کدها هم به همو شکل ساخته شده. کانسپت های که ما کد کار میکنیم، کلاس ها و اینترفیس ها با هم رابطه و بین هم دیتا را شیر کردن و یعنی شما وقتی میبینید دنیای واقعی و ای جاوای در حقیقت بسیار شباهت object oriented است. یعنی از روی اشیای واقعی زندگی ما گرفته شده. از خاطر object oriented میگه. In Java everything is an object. در جاوا هر چیز یک آبجکت است. باز آبجکت کار میکنیم. آبجکت بسیار مهم است در جاوا. یعنی شما سرکارتان با آبجکت است. شما در جاوا آبجکت ساختن باید یاد بگیرین چطور آبجکت ها بین هم رابطه برقرار میکنه. تمام گپایی که یک آبجکت داره سرش صحبت خواهد کردیم. Java can be easily extended since it's based on the object model. ای جاوا بسیار با آسانی میتونه به اصطلاح توسعه پیدا بکنه همون کانسپت ها و پروژکت هاش، به خاطر که به اساس آبجکت مدل ساختارهای آبجکت داره. این گپا رو با پسان میفهمین. فعلا همینقدر یک تشریح شود. جاوا یکی از خوبی‌های دیگه سیمپل است. بسیار یک زبان ساده هست. اگرچه بسیار بعضیا سخت میگن، اما اگر ما یک بار بخوانیم باز آسان است. Java is designed to be easy to learn. بسیار آسان است. یک بار امی آبجکت بفهمین جاوا را یاد میگیرید خلاص. If you understand the basic concept of OOP، اگر شما اما اساسات object oriented programming، OOP به معنای اوی اولش object، اوی دومش oriented و پیش هم programming معنا میده. اگر اساسات امی object oriented programming را یاد بگیرین باز شما میفهمین جاوا را ماستری بکنید. سکیور یکی از خاصیات دیگه جاوا سکیور است. شما میفهمید که اپلیکیشن ها و سیستم های کلان به امنیت ضرورت داره که مثلا هک نشه و خراب نشه. از او خاطر جاوا این خاصیت داره. With Java secure features it enables to develop of virus free, tamper free system. Authentication techniques are based on a public key encryptions. خب جاوا بر ما بعضی خصوصیات های را میده که اپلیکیشن هایی را که ما با جاوا میسازیم اونا ویروس نمیگیرن و به اساس بعضی تکنیک ها و انکریپشن هایی که زبان خاصیتش داره لایبرریش سیستم ها را سکیور میسازه. ریبست یک زبان بسیار فوق العاده هست. بسیار کودهای غیر ضروری را در کانسپت هایش که دیولپ کردن او طرف کردن، کار دیولپرها را آسان میسازه و وقتی که شما یک کد را نوشته میکنین، رن میکنین، بازور چک میکنین، تمام چیزایش خود این زبان بر شما کمک میکنه. اینجا گفته که Java makes an effort to eliminate error prone situations by emphasizing mainly on compile time error checking and runtime checkings. اینقدر خوبی داره این زبان که حتی بعضی کدها را اگر شما غلط نوشته کنین پیش از اینکه شما رن کنین نمیتونین، برات میگه که این کد غلط است. اینی خصوصیات خود این زبان داره. مثلا یک چیز نوشته میکنی اگر غلط بوده باشه ایرور برات میده، میگه در هنگام کامپایلینگ درست باز که رن شوه هم در مرحله رنینگ کد رن بکنین او زمان هم باز بر شما لاجیک هاش اگر اشتباه باشه باز هم این زبان براتون میگه که مشکل داره کدتون. این اصطلاحات که من میگم فعلا نگرانی از اینا نباشین. اگه یادداشت میکنین یادداشت کنین، پس آنها باز میشنوین کامپایلینگ چیست، رنینگ چیست، من اینا رو براتون به تفصیل بیان میکنم. اما فعلا یک یادداشت بکنین. این خصوصیات جاوا است. دیگه خصوصیات هم داره. خب همین چند خصوصیات است. به همین دلیل ما میخوانیم جاوا را و در کمپانی ها بیشتر از این زبان است. اوکی. دوستایی که گفتن جاوا را چطور دانلود کنین، این در کتاب کلی راهنمایی از این هست. روزی اول شما یادتان بود روی لینک کلیک کنین دانلود جاوا JDK اینستال
ستاپ پت پت JDK را ما چطور ستاپ کردیم بعد از دانلود اینستالش. اکلیپس دانلود کردیم، اینستال کرییت پراجکت، کلی کارا را کردیم. اینجا عکسایش هست. تمام آنچه که اینجا گفتیم اینجا هم هست در کتاب و شما میتونید این لینکش هم اینجا گذاشتیم. من اینجا یک مقدار اینجا اول میخواستم به فارسی رو ترجمه بکنم یا به اصطلاح چی کنم، هم فارسی و هم انگلیسی نوشته بکنم، اما وقتم بسیار کم بود. شما اگه میخواستین که و JDK رو دانلود کنین اینجا بیایید. این از اسکرین شات های کمی فکر کنم در وقتا تغییر دادن، اما باز هم همین یک لینک میآید. شما وقتی کلیک کنین شما اینی مراحل باید برای که JDK رو دانلود کنین. JDK رو دانلود کردنش این چندان اسکرین است. این کار رو باید انجام بدین. اینستالشنش این هست. اینی کار وقتی که دانلود کردین باز در دانلود کامپیوترتان برین کلیک کنین، اینی مراحل نکست میگین و اینی هم مرحله پتش ستاپ کردن است. اینی دو مرحله را دوستا شما یادتان هست همین کار رو کردیم؟ کسی یادش هست از کسایی که ما انجام دادیم؟ بله هست بله یادتان هست اینی کارا رو که ما انجام دادیم یادتان هست حتما نه؟ بله افسر. اوکی. اینی ستاپ کردن پتش، اینستالیشنش و این دانلودش دیگه یه هست، یادی همگی هست. کسایی که نه آمدین اینی کارا ما باز کردیم، مثلا چک کردیم که آیا در کامپیوتر ما کدام نوع جاوا کدام ورژنش ها. اینجا مثلا ما کامندم نوشته کردیم، یادتان خواهد اینو میبینین جاوا سپیس هایفن ورژن که انتر بزنید هر ورژن جاوایی که در کامپیوترتان اینستال باشه اینجا براتون نشان میده. و همچنان ستاپ پتش اگه انجام داده باشین اینجا چی کلیک میکنین، چی نوشته میکنین جاوا سی انتر میزنین، این معلومات رو براتون نشان میده. خلاص کامپیوترتون آماده است. اکلیپس اینستالیشنشه اینا بر شما راهنماییش اینجا هست. با لینک اکلیپس میرین شما کلیک میکنین به این شکل اینستالش میکنین. خلاص درست بهتر کار رو انجام داد. خب ما بحث دیگری هم داشتیم، بحث پکیج و بحث پراجکت و بحث های اینا رو هم داشتیم درست. چگونه مثلا ما پراجکت کریت میکنیم و پکیج کریت میکنیم، اما به تفصیل من صحبت نکردم چی ضرور است مثلا پکیج چرا پکیج باشه، چرا پراجکت بده باشه، چی دلیل هست، اینا رو سرش گپ نزدیم. حالا من میرم اینا رو به ترتیب به تفصیل صحبت میکنیم، پکیج کریت میکنیم، یگان پروگرام نوشته میکنیم. بعد از او ما آجنده های خاصی داریم، میتونیم مستقیم اونجا نمیریم. من اکلیپس بر شما معرفی کردم، تمام ویندوهای از زیر بعضیایش که ضروری بود چگونه مثلا اینجا هم در کتاب هست. شما اگه میخواستین پروژه کریت کنید ببینید همگی عکس‌ها و تصاویرش اونجا هست، بر شما راهنمایی است. شما از این میتونید استفاده کنید، پروژه کریت بکنین و کل کارهایی را که مثلا ما به صنف انجام میتین اکثرا کتاب کمکتان میکنه. الهی که کدام چیزا ما به تفصیل بگویم در غیر صورت اکثر چیزا اینجا می باشه. درست است. امشب میریم روی پراجکت کریت کردن و بعدا اگر وقت بوده باشه ما بتانیم وریبل است. دوستا لطفا چند جلسه ابتدایی حداقل 4-5 جلسه ابتدایی غیر حاضری نکنید. اساسی ترین بحثایی را که ما میکنیم در 5 الی 6 جلسه ابتدایی است که به اصطلاح به عمق بحث های جاوا ما میریم. در غیر صورت با شما پیش که برین ما شاید کانسپت ها را کار کنیم، بیخی اساسات را که ما سری هر کلمه را که شما روی یک کلاس میبینین باز ندانین با خود شما مشکل میشه. لطفا چند جلسه را غیر حاضری نکن. درست است؟ خب حال من اکلیپس باز میکنم، سوالای شما را میشنوم. یعنی من روی اکلیپس کلیک کردم باز میشه، میریم به طرف کار کردن. میشه در کامنت ها وی بوکز کسایی که دوستا کتاب میبینن لینک برشان بفرستین. استاد عزیز if you learn would be easy to pick up. بله پایتون خب بسیار آسان است. پایتون مثل جاوا و قدر مشکل نیست. سی پلاس پلاس هم آسان است. جاوا ساده است اما سخت است کمی. جاوا رو که یاد بگیرین اکثر زبان ها رو یاد میگیرین. زبان ساده است با سکیوریتی داره. اگر شما کانسپت جاوا رو یاد بگیرین اکثر زبان ها رو یاد میگیرین. پایتون خب مثل انگلیسی برست تقریبا. پایتون فقط انگلیسی است. یگان کانسپت ها و اونم شکل گرامری زبان است. اما پایتون
بسیار آسان است، اما در پایتون هم کاربردش خوب است مثل جاوا، ولی در استاد اگه ام، کلیپستان مشکل داره ما میتونم اسکرین می شیر کنم از کامپیوتر می استفاده کنیم. کامپیوترتان اتو میکنم، اما اگر کامپیوترتان خوب تیز کار کنه، در غیر بله صورت استاد تیز کار میکنه از من. اوکی. این کار رو میکنیم. اکلیپس ما یک ذره ضعیف است، پیش ضعیف است، این کار رو میکنه با پسان که چی شود فعلا با خوب استاد کار. نمیتونم اسکرین می شیر کنم بعد. اوکی. بیاین خیلی از چیزی نو کار بگیریم. سوالای شما رو هم میشنویم، دوستایی که تازه آمدن اونا رو هم. زهرا، دستت بلند است و خانم بله. سما شما. السلام علیکم استاد، السلام علیکم به همه. استاد عزیز، من دوبار کتاب خریداری کردم. در ضمن ببخشید بسیار زیاد، در ضمن ما دو دفعه ایمیل میستایپ کردیم. من نمیفهم، من هیچ لینک را دریافت نکردم، از طریق پیپال پی کردم. اوکی. آیا راهی وجود داره که من نمیفهم بر ما ایمیلش کنین؟ همه چیز هم یک بار اضافی تانه پس پرداخته میشه، هم بر شما کتاب ساین این شوین داده میشه، هیچ جای نگرانی نیست. درست. اگر استاد نشدم پرداخت نه مشکلی نیست. نه نه میتونین نه به گمش کن. نه نه پس استاد پرداخته میتونین میشه. دونیت کنین به مثلا هر برنامه‌ای که دارین. اوکی. خوب است و از او خاطر انشالله ما بعد از اینکه سینف شود من شما را براتون لینک هم میفرستم و یوزرنیم و پسوردتان هم تنظیم میکنم. بسیار تشکر. اوکی. گپ ما است که دوستای عزیز، ما در جلسه گذشته را من زود مرور میکنم. باز میریم ما شما بحث های دیگر را انجام میتیم که گپ ما بست. سوال ما بود که چطور مثلا project create کنیم. how to create a project in Eclipse. یگان نوتپد پلاس پلاس چی داریم که اینجا من نوشته کنم دوستای هم بفهمه که ما چی کار میکنیم. دارین استاد نوتپد اکرام پلاس؟ شما بله یا نوتپد برتون ورد میخواین اکسل هم میگیشین. اوکی. نه همین نوتپد خوب است، باز کنین نمیره خیر. گپ اول ما how to create a Java project. درست؟ how to create a Java project in Eclipse. سوال چطور یک پروژه کریت بکنیم. دوستای عزیز، ما سه نوع پروژه کریت میکنیم. یک پروژه ابتدایی، intermediate و high level advanced project که او پروژه های برای عملا برای لایف پروژکت هایی که در کمپانی کار میکنین اوست. فعلا چون ما اونجا نرسیدیم، اکلیپس اینا هم احتمالاً آماده به اون نیست، ما فعلا هم از یک رایش درست اما سه نوع پروژکت ما کریت میکنیم. ببینین به جواب ای که به فایل ما میروم، یعنی چطور پروژه کریت میکنم میره خودتان بفهم. دوستای عزیز، وقتی اگر در اکلیپس کریت پروژه میکنین، یعنی گزینه فایل است، همیشه اینجا جایش است. روی از این فایل کلیک میکنین، اینجا یک گزینه به نام نیو میاد، سری از این هوور میکنین یا ماوس به طرف دست راست میرین. گزینه اول جاوا پروژه است. نه همون که گفتیم how to create a java project، چطور یک پروژه جاوا کریت کنین. اون روی فایل می نیو اینجا کلیک میکنین روی درست و اینجا از شما نام میخواید. اکلیپس بعضی اگر رنگ سفید هست، از اینا رنگش خودشون دارک کردن و به خاطر شما دیگه کلش یک کار میکنه. پروژه نمیتونه اینجا میگذارین. نام پروژه تونه، نام پروژه تونه هر چیزی میگه. مثلا نام پروژه از اینا را میگذاریم جاوا پرکتیس. درست؟ جاوا پرکتیس. اینجا دلیلش که ببینین علامه سرخ آمده در وسط نامش. من بعد چی میگذاشتم؟ سپیس دادین استاد. اندرسکور. بعد من از هایفون استفاده کردم، بعد اندرسکور میدادم. هایفون قبول نمیکنه، منفی را قبول نمیکنه، اندرسکور بعد. یعنی نام پروژه دیگه چیزی را شما از چک نکنین، فقط فینیش بگین. خود ازی برای شما اینجا همین پروژه که به نام جاوا پرکتیس بود اینجا. پروژه ساده برای شما بگویم یک فولدر است. میبینید در داخل کامپیوترهایتان هم یک دونه فولدر و رقم دارین دیگه. یک فولدری که مثل که داخل کامپیوترتان کریت کنین. اما به اکلیپس وقتی شما یک فولدر کریت میکنی یا پروژکت که ترمینولوژی پروژکت استفاده میشه متفاوت تر است. این کمی پیشرفته تر است. ببینین این ما باز میکنم. حالی من روی ایزینی تیرک کلیک کنم این باز میشه. داخل ای
خودی از یک لایبرری را پک کرده از داخل کامپیوترتان، یک جی آر ای را، یک لایبرری که این مربوط به تمام لایبرری های جاوا است. این از می کمک میگیره کودا که کانسپت ها و لاجیک یا منطقش کار میکنه، اینی مرتبان میبینید جار میگن، این مرتبانک ها بر ما کمک میکنه. از او خاطر سعی کنید خود اکلیپس لایبرری را اتوماتیک پیک کرده گرفته از داخل کامپیوترتان. باز ای را شما خودتان هم میتونین که چی کنین، برین بعضی وقتا لایبرری ها را خودتان اینجا اضافه بکنین به جای ازی. این بعضی وقت خودش اتومات میگیره، با در ریال تایم ریال لایف که برین باز بعضی پروژکت ها را خودتان اضافه میکنین، بعضی ها را کمپانی براتون میته، او را یاد میگیریم پسانا. اما فعلا نمیقدر این را دست نمیزنین. این را من به خاطر تشریح کردم که دیلیت نکنین، باز به خاطر که باز کودایتان ایرور پیدا میکنه کار نمیکنه. این باش همین شکل کمکی است. این جاوای 17 هم اینا داشتن در کامپیوترشون اینجا نشون میده جاوا است ای 17. اینجا یک دونه یک فولدر دیگه که به نامش ما شما ریپوزیتوری میگیم، همین را میشه یادداشت داشته باشین. در پروگرامینگ فولدر نمیگن، فولدر خو یک بحث عامیانه در کامپیوتر است، اما اینجا باز ریپوزیتوری میگن. این یادداشت کنید لطفا، فولدر ریپوزیتوری میگن. درست؟ اینجا یک ریپوزیتوری به نام SRC یا سورس هست. پروژکت تان که کرییت کردین ایره خودش اتومات کرییت میکنه. روی از رایت کلیک کنین، پکیج کرییت بکنین. نه ببینید اینجا گزینه‌های پکیج میاد، میبینید اینجا نام پکیجتان با کام اگه شروع کنین بسیار خوبتر است. نام پکیجتان کام دات مثلا assignment. تا باید سی کام هم بزرگ ندیم، از لورکیس استفاده نکنیم، بختر باز در پروژه داخل پروژه مشکل مشکل. نداره اگر اوتو میکنین خوردم بگین خب است assignment هر چقدر شده اون ایرور نمیندازه. خب اگه او کارو بکنین مشکل نداره. ایده نامش نه در پکیج نیم نامای حرف اولش بزرگ باشه کدام مشکل نداره. این بیشه، اما با کام شروع کنین خوب تر. نام پکیج و قانونایی را که کلاس داره او را نداره. درست؟ اوکی. خب کسی که در جریان سیم سوال داره پرسان کنه، مایکش روشن کنه، بگه که این چی شد یا چرا ایتو میشه. صنف ما به او شکلی خوب تر میشه. تنها گپ بزنم باز. خب این پکیج ما کردیم. حالا بر شما پکیج میگم. در کتابم پکیج به تشریح گفته شده از الف تا یا که پکیج. بعضیا به این شکل یک چیزا کرییت میکنه، اینو میتونه دیلیت بکنی یا بمانید. من اینو دیلیت میکنم چون ضرورت نداریم، یک کلاس رقم است. اینو من دیلیت میکنم. پکیج تان اینو به این شکل است. دوستای عزیز چی ضرورت است این پکیج ما مثلا کرییت میکنیم؟ به خاطر که کلاس ها و اینترفیس های ما منظم بوده باشه، آدرسشان معلوم بوده باشه، با هم خلط نشود. چند چیز گفتم؟ منظم بوده باشه، معلوم دار باشه، با آدرسشان هم معلوم دیگه بوده باشه، با هم دیگه گدوات نشوند. درست؟ هر چیز از خود جای داشته باشه. من میتونم حال چندین پکیج داخل از این کرییت بکنم. یعنی یک تا پکیج دیگه هم میتونم کرییت کنم. ببینید نه، داخل یک پروژکت من میتونم چندین دانه پکیج کرییت کنم. کام داد practice ها متوجه شده؟ نه این دو تا پکیج. میتونم 10 ها پکیج داخل یک. شما ریال تایم پروژکت ها را که با کمپانی ها کار کنین، صدها پکیج است در داخل یک پروژه تا دیگه فولدرها و دیگه انواع فولدر است. خب بعد از این ما میتونیم کلاس کرییت بکنیم. هدف کلی گپایی است که ما جاوا رو پرکتیس کنیم. ما میخوایم با اساینمنت یک کلاس کرییت بکنم. ببینید روی پکیجم کلیک میکنم، نیو، اینجا مثلا کلاس. نام کلاس یک قانون داره، نیمینگ کانونشن داره. کلاس ها از خود قانون نامگذاری داره که شما وقتی نام میگذارین نام کلاستان، اولین قانونش است که حرف اول نام کلاستان باید بزرگ باشه. یعنی شما اگر استودنت میگذارین نام کلاستان باید حرف اولش به شکل باشه. یکی از قانون ها حرف اولش بزرگ بوده باشه. یعنی میبینید اس بزرگ است. اگر نام کلاستان مثلا یک نام میمونه که دو تا کلمه داره، درست؟ به این شکل student address
اینا رو دو کلمه چه رقم شود؟ استودین ادرس دو تا کلمه است نه؟ بین هم فاصله نداشته باشد. هر دو فاصله را کلمه قبول نمیکنه. باید به بزرگ باشه. یا فاصله بینش قبول نمیکنه. این رقم نمیتونه اجازه مونده و بالا میگه که ببینید type name is not valid. این نوع نامی را که شما دادین درست نیست. خب اگر بدون فاصله نوشته کنی قبول میکنه. دو کلمه که یک استودنت است یک ادرس است، هر دوش باید یعنی حرفای اولشان بزرگ باشه. خب بعضی ها میگن که ما به این شکل چسبیده نمیخوایم نوشته کنیم، یک کمی کلمه ها بین هم فاصله داشته باشه. شما میتونید از اندرسکور استفاده بکنید. چی؟ از اندرسکور اندرسکور. استفاده بکنید. این دیگه گزینه ها رو با پسان براتون میگم. فعلا همین نامگذاری کلاس دیگه قانون هم داره. ام قانونش فعلا یاد بگیرین. با دیگه گپا هم مثلا در ابتدای نام کلاستان آیا از عدد میتونین استفاده بکنین؟ نه خیر. میبینین عدد نوشته کردن نمیتونن. بعضی گزینه‌های دیگه است رو با کتاب و چپتر چیزا هست رو براتون میگم. فعلا هم این نام کلاستان اگر یک حرف میگذاشتین حرف اولش بزرگ، اگر دو کلمه داشت حرفای اول هر کلمه باید بزرگ. اگر میخواستین فاصله بتین اندرسکور بینش بتین. خلاص اینا رو میره فینیش بگیم. کلاس به وجود میاد. استاد ببخشین اگر داش یا فاصله یا م، داش استفاده قبول بکنیم نمیکنه. غیر از اندرسکور قبول نمیکنه. نه خیر، داش قبول نمیکنه. خب شکر. شما که من کلاس میگفتم، شما چیزی که بعد ذهنتون میاد اینی کلاس است. اینو سکنید. این از این ببینیم، از این قوس تا به این قوس اینی کلاستان اینجا است. یک این رقم دین شب برتان گفتم که یه نوشته از پکیج کام داد اساینمنت. اینی چرا نوشته از پکیج کام داد اساینمنت؟ معنایش است که کلاسی استودین ادرستان در داخل یک پکیج به نام کام داد اساینمنت قرار داره. آیا هم تو یک چیز هست یا نیست؟ همین کلاس داخل همین پکیج است نیست؟ اینجا رو ببینید. کام داد اساینمنت در داخل از ببینید استودین داد ادرس است. اینه هدف از که اینی بالای نام کلاستان آدرس پکیج هست. مفهومش است که ای کلاس داخل اونو پکیج است. پس آنها شما که باز ببینید دوستا، اینجا زیاد آدرس پکیج ها نوشته میشه. ده ها پکیج اینجا آدرسش میآید به اینجا. شما معنایش بفهمین که ده ها کلاس در داخل کلاس تو استفاده شده. آدرس های هر کدام او کلاس ها اینجا ذکر شده میره. معنایش همیز دیگه. اینو یک بار براتون میگم، شاید او وقتم بگم، اما باز اگر کسی سوال برش پیش میشه، یادآوری نام پکیج در بالای نام کلاس ها یاد کلاستان، به خاطر یکی ای کلاس آدرسش اینجاست. فهمیدن نتونستم؟ چی گفتم؟ کلاس نیم should start with log. کلاس نیم نه خیر، لاور کیز تا شروع نشود، با اپر کیز داشت. اپر کیز فهم. خب چی میخواستم دیگه بگویم؟ ای خود کلاستان حال یک گپ متوجه باشین. کلاس که هست اینی محدودش است. یعنی قوس میبینید من اینجا که کلیک کردم در خط سوم. خط سوم را ببینید. کمی میره پیش بیارم که چشمای ما خود نمیبینه. ما پیریزش شده گشت. اینجا میبینید اینجا شروع میشه، این در داخل ختم میشه. اینجا محوطه کلاستان است. محوطه را معنایش خود میفهمین. محوطه حوالی. در دنیای واقعی حوالی های هر کس چی داره نه؟ کسایی که خانه دارین یا خانهایتان یک چهار دیوالی داره نداره؟ اینجا چهار دیوالی کلاس است. هر چیزی که اتفاق میفته اینجا اتفاق میفته. مربوط به کلاس یعنی داخل قوسا میشه. بیرون از اونی اینجا کار نمیکنه کلاس. اینجا چیز نوشته کنین مربوط به می کلاسی استودین ادرس نمیشه. مثل که بگین مثلا اگر داخل خانه ما هر اتفاق افتاده باشه باید داخل حولی ما باید بده باشه، غیر بیرون از کوچه خود دیگه اونجا مربوط به ما نمیشه. این یک منطق داره. معنیش همیشه این داخل چهار. نامی از اینا رو کارلی بریس میگه. کارلی بریس است. قوسای بزرگ. درست؟ قوسا اکثرا جوره است. یکی اینجا باز شده،
اینجا بسته شده. همیشه در جاوا اگر یک کارلی بریس باز میشه، یک جای بسته میشه. یادتان باشه تنهایی نیستن، جوره جوره است. اینجا باز شده، اینجا بسته شده. هدف از ای که ایره شما نوشته میکنین ایجاد یک محدوده هست. هر وقتی که شما در یک جای ایره میبینین، این محدوده مثلا ایجاد میکنه. یک محدوده، باز مفاهیم محدوده از رو میگم که چی مثلا این محدوده چی کار داره. خب در داخل اینجا ما کودا رو نوشته میکنیم. کدایی که مربوط به کلاس میشه ما در اینجا نوشته میکنیم. اینجا من نوشته نمیتونم، یعنی در پایین میبینی بیرون از این اینجا نوشته نمیتونم، چون که ایرور میده. مثلا اینجا ما یک چیز نوشته میکنم، علامه ایرور میای، میبینید علامه های اکس. اگر همین ما داخل کلاس بیارم، سکنین ایرور نیست. معنیش میفهمید چرا؟ این خیر نفهمیدین که چیز، اما هدفی که ما علامه سرخ اینجا پیشتر میداد اینجا به خاطر که محدوده کلاس اینجا است، باید در داخل امی کد و چیزا رو نوشته کنیم. یک خب یک اینترفیس هم کریت میکنم. خب این فهمیدین دیگه. باز این کلمه رو نمیگم به خاطر که پسانگپ بعدی است. این کلمه چرا مثلا این پابلیک چی معنا میده، کلاس چی معنا میده، نام کلاس خونه میفهمین. قوسا رو براتون گفتم دیگه، قوسا رو هم باز براتون میگم. این دو تا رو باشه پسندتر آیسته آیسته. یک کلاس دیگه هم که یعنی در داخل یک پکیج میتونین چندین دانه کلاس کریت کنید. گپ آیسته آیسته گپ میزنم، زود گپ میزنم، بسیار ساده گپ میزنم یا کمی های لیول گپ میزنم، همینا رو بگین. این درسته است استاد. ها Are you sure؟ در صنفای گذشته یک نفر میگفت که بسیار چی گپ میزنی استاد. student payment. شما نظریاتتون اینجا نوشته کنین، من میخوانم بعد اما رقم گپ براتون. یعنی student payment هم اینجا کریت کردم. در کدام پکیج کریت کردیم؟ این حتما در پکیج ما پکیج کریت کردیم. یا من میخواستم کلاس کریت کنم. خب خیره، حالا کلاس کریت میکنم. اینو دیلیت میکنم. من میخواستم کلاس کریت کنم. اینجا رایت کلیک میکنم. هدفم از این گپ میست که ما میتونیم 10 کلاس داخل یک پکیج کریت کنیم. درست؟ یعنی 2 تا کلاس. مثلا ما میتونم اینترفیس هم یک نام دیگر هم مشابه براتون گرفتم، اینترفیس. فعلا من نام براتون بگویم که با پسانا کمی باز براتون. یک گزینه برام اینترفیس است، مثل کلاس وری هست، اما این کارکردش دیگه چیست. درست؟ استیرین اکسس نیو استیر. ببینین ای که هست آی با آی، میبینین بالاگش آی، کلمه آی است، اینترفیس است. اما وقتی شما ببینین اکثرا بسیاری چیزا مثل کلاس وریست، اونا ای رقم میفهمین که به خاطر چی ای کلمه اینجا است. اون آدرس اینترفیس رو نشان میده. اینترفیس با کلاس یک تفاوت داره که کلاس که هست از کیورد کلاس استفاده شده، اما اینترفیس از کیورد اینترفیس برای وقت پیش از نامشان. یعنی نشانه کلاس کیورد کلاس است. از این میفهمم که اینی نام کلاس است و از این میفهمم که این یک نام اینترفیس است، این یک اینترفیس است. درست؟ این پابلیک اینجا هم هست، در اونجا هم هست. این را باز فهمیدیم مشکل ما حل میشه. خب این هم قوس داره، این هم قوس ها داره. محدوده هست دیگه. قوس هم میفهمی هر جایی که فهمیدیم قوس ها محدوده هست، محدوده است. مثلا اینجا یک چیز نوشته کنم ایرور میده، اینجا نوشته کنم نمیده. دیگه تفاوت هم دارن. اینترفیس با کلاس دیگه تفاوت هم داره. اما من یک دو سه کلمه را میگم تا که به جایش برسیم شما ذهنتان درگیر یا اینطور چی نشه. که اینترفیس ها که هست همیشه دوستای عزیز ذخیرهگاه کلاس هاست. یعنی شما یک کد اینجا نوشته میکنین، اینجا استفاده میکنین. متوجه شدین چی گفتم؟ گفتم ذخیرهگاه کد برای کلاس هست.
تعریفش این گونه است: interface is the blueprint of class. میگن که اینترفیس ها نقشه راه کلاس هاست، یعنی کلاس ها از اینترفیس ها اکثری کود ها و چیزها رو میگیره، بعد خودش ایمپلمنت میکنه. یک ذخیره است. با پسانا تکنیکلی باز وقتی که ما از این استفاده کردیم شما میفهمین. ما باز نظر به شرایط زمان و اما صنف ما سطحش باز ما بر شما میگم. اما فعلا هم یک ذخیره هست. اگر من مثالش کار کنم فعلا فکر میکنم کمی چی میشه. همه قش شما فعلا بفهمید که اینترفیس ها به خاطر است که یک کد من اینجا نوشته میکنم، درست؟ باز مثلا از همین کد من میتونم اینجا استفاده کنم. از این کد میتونم من به چیزی استفاده کنم. متوجه شدین؟ یعنی کد من اینجا نوشته کردم، باز پس آنها میتونم در یک کلاس، در ده کلاس، در صدها کلاس میتونم استفاده بکنم. ما باز یگان وقت یگان مذاقم میکنم، میگم که اینترفیس ها که است بچه و خاله و بچه و مامای کلاس هاست. اینا رو باز در مورد زمان میفهم. خب حالا شما میتونین ده ها اینترفیس و ده ها کلاس کریت بکنین. اوکی، صحیح شد؟ بله استاد. اوکی، درست شد سوال بسیار من به پکیج کریت کردن، اینترفیس کریت کردن و چیزا. نه خیر نیست. اینا رو من براتون میگم. این چیز، این مثلا علامه مساوی چی کار میکنه، این مثلا کامگک چیست، این پابلیک چیست، اینا دانه دانه گفته میشن. فعلا در ما میست که ما ساختار پروژه کریت کردن و پکیج کریت کردن، اینا خو اساسات زبان است. یعنی به اصطلاح ساختارهای تهدابی زبان جاوا رو امینات تشکیل میده. باز اینا رو ما میگیریم، اینا رو که نفهمیم بر ما مشکل میشه، بسیار کار بلایی دیگه. اما در جریان سوال میزنم. رکورد درس شما در یوتیوب چیز کنین، قفلش باز کنین، به اصطلاح ممبرشپ بگیرین، باز میشه. ما کل چیز قفل کلیک کردیم در این جلسه، در این دوره جلسه. خب کی بانو آسیه، شما حالی اگر کامپیوترتان انشیر میکنین میتونین ما برم سلاید ما باز کنم و بخیر بریم بحث چی دا بکنیم، بحث وریبل ها را کار کنیم. باز شما آیسته خودتان کار کنین. از مرم احتمالا که اکلیپسم شاید باز شده باشه. پیش بریم. درست استاد. ممکنه سر و ضرورت داشتین بخاطر که استاد ما قبلا هم تجربه کاری دارم. قبلا هم کار کردم، فقط برای ریویو میخوایم دیسم فاش را کنم. اگر ضرورت داشتین هیچ مشکل نیست، بخاطر که میتونین استفاده کنیم. خب خیر، گپی نیست، حتما استفاده میکنیم. من میگم که باز من سلاید ها رو شیر بکنم و باز دوستان هم ببینن. کتاب و چیزا رو شما بگیرین دوستا، کتاب این درس ها رو باز اونجا ببینین. صفحه مرا شما حتما میبینید دیگه. میبینین ها؟ خب بسیار خوب. ما این بحث ها رو قبلا داشتیم. ما سلاید های ما کمی چیز کردیم. این گپ ها در کتاب هست. این رو ما ساده ساختیم. یک چیز رو میخوایم حال پیش از که من کد بنویسم بر شما با اکلیپس. اولین پروگرام شما ببینین. ما میخوایم که بر شما بگویم. ببینید دوستای عزیز، وقتی شما یک کد رو نوشته میکنین ظاهرا در کامپیوترتان کد در پشت پرده behind the scenes چندین مرحله را اینتو طی میکنه. درست؟ کد که شما سورس کدتان می نویسین، بعد از او کدتان اگر نتیجهش شما ببینین شما رو باید کامپایل کنید. کامپایل معنای چیست؟ کدتان شما به اصطلاح در اکلیپستان یک گزینه هست، سری از او کلیک کنید که کدتان ترتیب و تنظیم شد برای رن شدن، برای نتیجه کد را مثلا
گرفتن یا به بایت کد تبدیل شدن باید او را کامپایل بکنید. ببینین حال من همین مراحل را بر شما انجام میتم. این یک فقط به قدر یک بفهمیم که بازپسانه که سوال میکنه که کد چند مرحله را تعیین میکنه. شما مقدر باید بفهمید که سورس کد که نوشته کردیم کامپایل میشه و بایت کد تبدیل میشه و باز جی وی ام یا جاوا ورچوال ماشین ها کدتان را اینترپرت میکنه به هر نوع کامپیوترهایی که شما بتین، مثلا مک داشته باشین، ویندوز داشته باشین، لینکس داشته باشین، اما یک کد را نتیجهش به شما رن کرده میتونه. 3 مرحله را کد ما میگذرانه. درست؟ رایت میکنیم کد، کامپایل میکنیم، رنش میکنیم. حالا من 3 مرحله را بر شما تشریح میکنم که در پشت سر باز جاوا ورچوال ماشین ها خودشان این کار را برای ما انجام میدن. حالا من میرم یک کد نوشته میکنم. مثلا شما ببینین اکلیپس بسیار یک محیط پیشرفته است. IDE که میگیم نه، Integrated Development Environment، یک محیط بسیار توسعه یافته است. همون 3 مرحله را وقتی من روی این امتحان که آبی کلیک میکنم، رن هم کامپایل هم میکنم، همه چیز خود ازی بر ما انجام میده. خب حالا من اول بر شما یک کد نوشته میکنم که من حیث یک دیولپر. درست؟ حالا ببینید اوکی دوستا، ایره سورس کد ما میگه. اینمی کدی را که میبینید یک کد از خودش ساختاری. وقتی شما از کد شنیدین اینی را کد میگن در جوان جاوا. اینا رو که بفهمین خودتان میتونین خوانده. این زبان ها مثل زبان های دیگه هم یک چی داره، یک گرامر داره. ایره که بفهمین گرامرش با خود شما کد میفهمین، منطقی کلی چیز را. اینی را سورس کد میگه. اینمی منبع کد ما همیست. حال ای که شما اینی نتیجه هلو ورلد در اینی صفحه که پایین ببینین یا در روی یک براوزر ببینین، پس آنها کمی پیشرفته تر شود. شما این کد شما چند مرحله را طی بکنه. این کد اول کامپایل شود، کامپایل ترتیب و تنظیم شود، پکیج بندی شود، بعد از او رن شود. این به چی تبدیل میشه؟ به بایت کد تبدیل میشه. در پشت سر خود جاوا یک چیز را به نام ورچوال ماشین داره، جی وی ام داره. او باز تبدیل میکنه به بایت کد و بایت کد باز نتیجه را اینجا برای ما نشان میده. خب باشین اینجا من یک کمی به اصطلاح چی کنم، بر شما کمی دیاگرامش بکشم. کد ما که هست 3 مرحله را پیش سر میگذاره. درست؟ این سورس کد ماست. سورس کد ما را ما اولین مرحله را باید ما رایت کد، یعنی کد را باید بنویسیم. نه اینو من کد نوشته کردم. مرحله دوم باید کد ما را کامپایل بکنیم. حالا مثلا این تکمه که کلیک کردم، این اکلیپس خودش کامپایل میکنه. باز مرحله سوم بعد از کامپایل کدتان چی میشه؟ یک چیزی را به نام بایت کد تبدیل میشه. خیر این ترمینولوژی ها کلمه سخت است و پس اینا را ما قد زیاد کاربرد هم ندارم و فعلا یک بفهمید. و بایت کد تبدیل میشه. بایت کد یک قسم نیست، او را ما خوانده نمیتونیم. اینی کد شما را به یک چیز به نام بایت کد تبدیل میشه. او را ما دیده نمیتونیم. او را تنها ورچوال ماشین و اینترپریترهای خودی جاوا میتونه بخونه. او را ما خوانده نمیتونیم. متوجه هستین؟ این به یک چیز به نام کد ما به بایت کد تبدیل میشه بعد از اینکه شما کامپایلش کردین و بعد از بایت کد شما رن میشه و شما ریزالت را میبینید. درست است؟ خب حالا اگر من این روی تکمه کلیک کنم، کامپایل و بایت کد و همه چیز را در پشت پرده اکلیپس بر ما انجام میده. نتیجه را ما یعنی هلو ورلد بر ما در این پایین نشان میده. این اینجا این قسم کد همیشه همین 3 مرحله را طی میکنه. درست شد؟ از او خاطر در این دیاگرام که شما میبینین سورس کد نوشته میکنه دیولپر، کامپایلش میکنه، بایت کد تبدیل میشه. بایت کد با شما میتونید در هر کامپیوتر رنش بکنید. همین یک بایت کد. کامپیوترتون مک بوده باشه، ویندوز بوده باشه. خب باشین خیمه یک ایره رن بکنم. اینم ایره رن میگم. حالا شما اینجا ببینین
hello world نشان داد. همین بسیار به یک چند ثانیه بر ما اینجا نشان داد. میفهمین این مستقیم از اینجا گرفته نشده، اینجا بر ما اینجا نشان داده. این سه مرحله را طی کرده. کدام مرحله را؟ کامپایل شد، با بایت کد تبدیل شد و بعدا رن شد و ریزالتش بر ما نشان داد. خب این کجا هست؟ ما ببینم که جا کلاس این داخل اینی، ببینین داخل این اینجاست. نه اینجاست، میبینین؟ من باش کنم این پکیج باز کنم، آیا واقعا کدام بایت کد کلاس میتونیم ببینیم؟ باشین. نام کلاس ما منیجرز است. باشین که ببینم آیا بایت کد. اوکی. بایت کدش به خاطر که اینجا یک کلاس دیگه ایجاد میکنه، به خاطر ما دیده نمیتونیم این اکلیپس اما کلاس احتمالاً هاید میکنه، نشان نمیده. اما ما منولی بازی رو رن بکنیم، اینجا باز یک کلاس دیگه بر ما کرییت میکنه. ما بایت کد کلاس ما رو میتونیم، هم کد رو که ما نوشته کردیم با ببینیم. فعلا اینجا اکلیپس احتمالاً خودش کرییت نمیکنه یا دیلیتش میکنه. به هر صورت ما یک بار دیگه هم رن بکنم، اینجا چی اتفاق میفته. این منولی احتمالاً رن کنیم بر ما نشان میده. در غیر صورت به شکل نشان یک کلاس دیگه کرییت میکنه و در کناری از او و اوجا بایت کد دیده میتونید. شکل بایت کد چگونه هست؟ و میشه بایت کد بر شما نشان بدم تا اینکه اکلیپس بسته شد. بایت کد به این شکل یک شکل داره که او را ما خوانده نمیتونیم. اینو ببینید، ما مثلا این یک کد بیشتر نوشته کردم، نی هلو ورلد نوشته کردم. بایت کد این یک چیزه. ببینید سورس کد، بایت کد. سورس کدتون کامپایل میشه و یک چیز تبدیل میشه، بازی رو تنها گرفت. این بحث ما نیست. حالی فعلا چون بسیار اکلیپس اینا پیشرفته است، ما به این قدر سر کار نداریم. فعلا ما وظیفه نوشتن سورس کد ها را داریم، فقط به خاطر که یک چی باشه بر دوستا معلومات باشه. من به این خاطر پس شما گفتم. اگر این منولی ما کار بکنیم، باز بایت کد ها رو دیده میتونیم. اینجا راهنماییش هست. خب هر صورت او قدر پشت از اونا نمیگردیم. دوستای عزیز، چند کلمه است اینجا شما را باید بفهمید. یک چیز به نام جی وی ام است. جی وی ام به معنای جاوا ورچوال ماشین است. ماشین مجازی جاوا. وظیفه از چیست؟ وظیفه جاوا ورچوال ماشین بر شما کدتان چی میکنه؟ بایت کد هایتان رن میکنه. اینی بایت کد به ورچوال ماشین میتین، نتیجه برتان میده. کامپایل که کردین کدتان به بایت کد تبدیل شد، اینی کد ورچوال ماشین خوانده میتونه. توانایی خواندن ایره ورچوال ماشین داره. باز برتان نتیجه که هر چیزی که اینجا بود پس به انسان ها بتونه بخونه، از این نتیجه شه برتان تبدیل. ورچوال ماشین اینه یک از یکی از فیچرهای جاوا هست. جی وی ما کسی پرسان میکنه، اما ما بچه‌ش میره دیده نمیتونیم. در پشت سر داخل اون پکیج جی دی کی هست. درست؟ در داخل پکیج جی دی کی جاوا ورچوال ماشین هست، بچه‌ش ما دیده نه. این گپ کرییت کردن پکیج و چطور مثلا پروگرام های ما کار میکنه اینجا تمام میکنم. حال من بعد از این میرم اساسات اینی کلمات بر شما میگم. بعد از این دیگه من کلاس شاید کرییت بکنم، خود شما دیگه بعد از پکیج اینا رو کرییت کرده میتونید. بس ما حال روی تمام اساسات که در داخل یک کلاس هر کلمه‌ای که شما میبینین او بحث هست. اینی کلمه چیست؟ ای چی هست؟ ای چرا مثلا به شکل است؟ یعنی پابلیک چه معنا میده؟ استریک چیست؟ وید چیست؟ اینی کلمه رو بعد از این ما گپ میزنیم، هم پرکتیک عملی کار میکنیم، اما حال بحث ما هست. سوال هست اینجا که یا بریم بخیر کار کنیم. ساعت 2:18 است. یک 10 دقیقه یک تفریح بکنین، من ریکاردم توقف میتونم، پس بر بگردین
که ما شما بحث وریبل ها را بسیار بحث مهم است. پیش از اینکه ما برم وریبل ها را براتون تشریح بکنم، اول میخوایم یک چیزی دیگه را براتون ذهنتان خلاص بکنم، باز میشه وریبل ها را بخوانیم. دوستا، مثلا شما وقتی که در یک وبسایت میرین، اینه میره مد نظر مثلا بگیرین، اینجا میبین یک وبسایت به این شکل است، نیست یوزر نیم و مثلا پسوردتان اینجا نوشته میکنین، اینجا مثلا ساین این یا سابمیت میگین، درست؟ این دیتا کجا میره؟ جوابش میفهمین کجا میره این دیتا شما؟ خب ما قبلا بر شما گفتم که چون اکثرا اپلیکیشن ها دارای اپلیکیشن های کلانه که او خدمات کلان انجام میتن، سی لیر دارن. از اینجا دیتا گرفته میشه، میاد در بکند، به بکند باز پروسس میشه، میبینه که دیتا باید به کجا بره، باز میاد به دیتابیسش، تیبلایش پیدا میکنه، به تیبلش ذخیره میکنه. آیا میفهمین همین دیتایی که از اینجا یا ریکارد را که از اینجا میگیرن، دو کلمه را میشه یادتان شه، ریکارد، دیتا. این دیتا را چی چیز میگیره میاره؟ میفهمین؟ به چی چیز ذخیره میشه؟ اینی را این بحث ما شما بحث ما امیشه بیست. یادتان باشه هر چقدر دیتا و تمام ریکارد را که در روی یک وبسایت شما میبینین، یک چیز رو انتقال میده. مثل که شما انسان ها از یک شهر به یک شهر انتقال میکنن، طبعا یک وسیله وجود داره که یا میلوبس است، یا موتر است، یا تیاره است، یا کشتی است، مثلا انتقال. در اینجا منو کانسپت وجود داره، دیتا شما یک چیز وجود داره که دیتا را میگیره از اینجا میاره به اینجا، از اینجا میگیره به دیتابیس. متوجه هستین؟ این وسیله را یا این دیتا هولدر را یا این پلیس هولدر را به نام چی یاد میکنن؟ ما بحث ما ای که چطور دیتای ما مثلا به ذخیره میشه، چون اساس ما است، به نام وریبل میگن. چی میگن؟ وریبلز، متغیرها. وریبل ها را ما بحثش امشب داریم. وریبل خل فهمیدیم که مثلا کمی حداقل فهمیدیم که وریبل وظیفش است که دیتا را ذخیره میکنه، انتقال میده از یک لیر به دیگه لیر، از دیتابیس به لیر دو، از دو به اول، از اول به دو، از دو به دیتابیس یا لیر سیوم. حالا چی گفتین؟ مثلا هم ذخیره میتم، هم ذخیره میکنه، هم انتقال میده. ذخیره به طور موقت میکنه. مثلا مثل که بگیم که ما گندم را در داخل موتر ترک ذخیره میکنیم، باز میبریم انتقال میدیم، نه ذخیره برای دائمی نیست دیگه. پس بله، پس دوباره او را برای یک انتقال، یعنی چون خاصیت اپلیکیشن ها است که دیتا مثل دریا برای فلو میکنه، جریان پیدا میکنه. این وریبل ها دیتا را یک جای گرفته نمی باشن. مثلا این دیتا را که پس اینجا رساند خالی میشه، بله، پس دوباره دیتا از اینجا اگر ضرورت شد پس میاره اینی طور یک ذخیره موقتی برای دائم نی. استاد جان ببخشین، این تو گفتم میتونیم که مثلا وقتی که یوزرنیم ما میخوایم سابمیت بکنیم، اگر اشتباه باشه برام شاید تا لحظه او را سیو بکنه که نادرست می باشه، باز برای ما اجازه میده که دوباره که درست باشه ترای یا بکنیم. نادرست بوده باشه، تا یک مرحله کار تو تمام میشه ذخیره میکنه. او به درست بودن و وریبل نادرست هم تا یک مرحله که کار تمام میشه ذخیره میکنه، درستش هم. مثلا که تو ساین این میشی با یوزرنیم درست، تا مرحله که تو ساین این میشی همون لحظه مثلا ذخیره میکنه. بعد از او را او طرف میکنه، به خاطر که در یک اپلیکیشن یک نفر خو ساین این نمیشه. از یک نفر اگر ذخیره بکنه، از میلیون ها نفر با کجا میشه؟ او دمو مرحله که یک ثانیه را میگیره، از خودت میبره در دیتابیس چک میکنه، از خودت باز پاک میشه دیگه. یعنی اپلیکیشن ها چون اسمارت هستن، در عین زمان میلیون ها را به می شکل، یعنی می وریبل ها چی میکنن؟ انتقال میتن، به اصطلاح ذخیره موقتی میکنن. موقتش هم بسیار به حد کم میباشه. مثل که یعنی یک وسیله که یک چیز شما انتقال میتین بسیار به شکل زود، نه؟ بله، به او ترتیب، یعنی بسیار به شکل موقت. میگفتم که یعنی فقط تا اون لحظه که یا مثلا
راست است یا درست است یا اشتباه اونم سیف میکنه. بس تشکر. این خو یک سناریو است، احتمالاً با دیگه جایا سناریوی دیگر هم بوده باشه، نه چون دست یوزر نیم و دست ساین این و ساین اپ راست و درستش با بعضی جای دیگه مثلا دیگه. اما ما اینطور در ذهن ما بگیم که با در کل سناریو برابر بیه. وریبل ها وظیفه ذخیره کردن دیتایتان به طور موقتی داره. اینمی کارشون است. وریبل ها وظیفه ذخیره کردن دیتا را به شکل موقت داره. موقت ذخیره میکنن، کار که تمام شد پس خالی میشه، دوباره چی میشه. با مزد استاد خودم این وریبل ها کدام ماشین هستن یا کدام اپلیکیشن است؟ نه حالی من میگم میرسم اونجا من میرسم. خب وریبل حالی میگم که چیست تو چطور شکل میگیره کلش شما میفهمین. ما حال کار میکنم من نود اما تو به اصطلاح برف پیش پا کدارایستم تا که مثلا در منزل برسیم. وریبل ها را که ما مثلا شناسایی میکنیم یا یاد میگیریم چند کلمه دیگه هم با این همراه هستند. یک چیزی رو به نام مودیفایرز میگن و یک چیزی دیگه به نام دیتا تایپس میگن. این دو کلمه دیگه یک جا شده وریبل تشکیل میده. درست؟ این مودیفایر ها و دیتا تایپ ها یک جا شده وریبل تشکیل میده. خب بین بریم آیستا پیش. سوال چیست؟ What is variable؟ سوال که شما کردین. How to create a variable. خب ما چطور یک variable create بکنیم؟ How to assign a data to a variable. یک دیتا را چطور به variable ما موقتی assign کنیم یا ذخیره کنیم به اصطلاح. پیشتر که میگفتیم نه؟ How many types of variable are there in Java؟ چند نوع variable داریم؟ How to access variable value and print them in console. خب هم دیتای variable ها چطور به دست بیاریم؟ داخلش که ذخیره هست. مثل که بگیم ما یک موتر چیست یا یک هر چیز یا پیاله چیست، در داخل پیاله مثلا چطور پیاله رو چطور جور کنیم، چطور چای در داخل پیاله ذخیره کنیم یا چطور مثلا چند نوع پیاله وجود داره. این در دنیای واقعی وریبل مثل یک پیاله وریست، مثل یک موتر وریست. هر چیزی که یک شی را داخلش ذخیره میکنه برای انتقال موقت، وریبل هم به میشه است. خب ما نتونستم حالا میریم استفاده. خب اینجا تعریف وریبل هست. A variable is a container which holds data. تعریفش چیست؟ متغیرها برای ذخیره کردن دیتا به طور موقت استفاده میشه. How to declare a variable. ما حال جاوا را چون عملی کار میکنیم چطور ما declareش بکنیم، چگونه یک متغیر ایجاد بکنیم. کلمه declare ایجاد کردن. We declare a variable with the following formula. اینی فرمولش هست دوستای عزیز. فرمول وریبل ما اینی هست. Access modifier. Access modifier. بعد از شما باید یک دیتا تایپ نوشته بکنین و بعد از اون نام وریبل تانه بتین مکمل یک وریبل شکل میگیره. خب شما خیلی اینجا را دقت بکنین. در این قسمت اینجا دیگه هم به اساس این فرمولی که شما رنگایش رنگ سبز و نارنجی و آبی را میبینید اینجا هم هست. اینجا باز حال پسانتری را میفهمین. اما اینجا ببینید public چیست از نظر می فرمول؟ از نظر می فرمول access modifier public است. این int از نظر از می فرمول چیست؟ data type. و age از نظر می فرمول چیست؟ variable. نام وریبل تان است age، نه؟ نام وریبل تان است. اینی قسمت اضافه از این که هست اینجا در فرمول به این خاطر نکردم که گاهی اوقات وریبل ها دیتا را مستقیم ذخیره می داشته باشن، گاهی اوقات نمی داشته باشن. این رو با ما پسان یاد میگیریم. یعنی اینی را میتونید شما یک وریبل بگید. اینه ببینید access modifier data type نام وریبل تان مکملی را یک وریبل میگیم. اینی میره کلش یک وریبل میگیم. خالی این وریبل تان که هست داخلش دیتا نداره، خالی است، مثل یک پیاله خالی وری. مثل که پیاله باشه چای داخلش نبوده باشه. اگر مثلا علامه مساوی رو نوشته کردین اینجا 20 نوشته کردین سیمیکالون دادین، این یک وریبل هست
این یک وریبل دیتایش در داخل ذخیره کرده، مثل پیاله که داخلش چای پر بده باشه. تعریف وریبل آقا گفتین، وریبل ها یا متغیرها برای ذخیره کردن دیتا به طور موقت استفاده میشن. اینی بیست که هست دیتاست و این بیست داخل اینی وریبل، نامک وریبل تان ذخیره است به طور موقت، برای همیشگی نی دیگه. وقتی شما در اکلیپس کار میکنین او همیشه ذخیره نمیکنه، موقت کارش که تمام شد او طرف میشه. متوجه شدین؟ از خاطر اینی میره میگن یک وریبل. اینه یکی از اساساتی که ما فعلا یاد گرفته باشیم، دیگه چیزاش اون طرف بمانین، تنها وریبل یاد میگیریم. خب فرمول را متوجه باشین. اکسس مودیفایر، دیتا تایپ، نام خواه هر چیز بده میتونه، اما اکسس مودیفایر چند دانه است این باید بفهمین. دیتا تایپ چند دانه است. اینجا اگر شما دقت بکنین ببینین دیتا تایپ و امی اکسس مودیفایر تغییر کرده. پابلیک، پرایوت، پروتکتد. میبینین رنگ آبی در فرمول تغییر کرده، 3 دانه 4 دانه شده. اینی جمع یک چیز به نام دفولت میگه 4 دانه. دیتا تایپ رو ببینین int، string. متوجه هستین؟ دیتا تایپ تان هم تغییر کرده. یعنی اکسس مودیفایر هم چند دانه است، دیتا تایپ هم چند دانه است. نام وریبل تانه باز خودتان نظر به نوع دیتایتان خودتان انتخاب میکنین. اگر مثلا عدد بود یک نام عددی میتین، اگر مثلا یک ABC یا با حرف دیتایتان بود، نام بود مثلا مثل کمال، باز از استرینگ استفاده میکنیم، او پسان اونایش میخوانیم. اما فعلا شما به اساس اینی فرمول دیتا تایپ یاد میگیرین. خب من حال برای شما اکسس مودیفایر رو دیتا تایپ معرفی میکنم، باز میریم یک وریبل برتان ایجاد میکنم. درست است؟ سوال است اینجا؟ سوال است؟ کسی گرد میدونیم؟ کمی یک میفهمم چی هست، اما یاد میگیرید بسیار باز آسان میشه. تو شاید سوال ما چی میگه پیش باش، یعنی پیشکی سوال میکنم، اما خودم پابلیک اند ایج چی است و من نظر برانگاه فهمیدم که کدامش مودیفایر است. و اگر اتر یک چیز موجود میکنیم از کجا بفهمیم که مودیفایر است، دیتا تایپ نه است. ما برتانه حالا ما باش که اینجا به اصطلاح بیل و کلنگ گرفتیم برتان نشان میتونم. حالا من یگان وقت از قضا کار نمیکنم، هم که کار نکنه باز کمی سخت میشه باشه. اوکی اینه من اینجا یک تخته رو باز کنم بر شما برم. چرا کار نمیکنه تخته؟ اوکی نو باز شده رئیس. به هر صورت حالا من بر شما میگم فرمول براتون تشریح میکنم. فرمول که کلش تشریح کردم، این فرمول که اینا رو براتون فهماندم این چند دانه است، کدام هاست، این رو فهماندم کدام هاست، نام گفتم چطور نام بتین، چطور دیتا رو داخل ذخیره کنین، خودتون باز یاد میگیرین دیگه. یعنی ها بله به اساس اون فرمول دیگه پیش میره. یعنی استاد یاد میگیرن، یک دو بار تمرین بکنن در چیزا یاد میگیرن، یک چند بار، یک 5 بار 6 بار یاد میگیرین. یعنی اولش هم فرمول است باش که این وایت بورد ناجوانی داره امشب. چرا اینا فکر کنم که کار میده. این خب چیز شد، ما رو زیاد جور داد، از تخته چیزی خودی زوم کار بگیریم مجبور. وایت بورد اینجاست. اوکی حالا شما تخته رو میبینید نه؟ بله استاد. من اول بر شما اکسس مودیفایر رو میگم. اکسس مودیفایر یا مودیفایر بیست. اول نشته میکنم مودیفایر به دو بخش تقسیم شده. اول اینجا بفهمید یکی اکسس مودیفایر، دو نه اکسس مودیفایر.
اکسس مودیفایر فعلا بحث ما شما اکسس مودیفایر است. خب بحث ما به اساس چیز ما فعلا بحث اکسس مودیفایر است. اکسس مودیفایر که هست دوستای عزیز 4 دانه هست. چند دانه؟ 4 تا. یکیش به نام پابلیک است. یک اکسس مودیفایر تون پابلیک، یعنی کلمه رو که هر وقت فهمیدین اینو بفهمین که اکسس مودیفایر است. حالا میگم که چی کار میکنه و اما شما فعلا همینقدر بفهم. دومی از این پرایوت است. سومیش پروتکتد است. چی؟ چهارمی از این 1 2 3 و اینجا چهارمیش نوشته میکنیم. چهارمیش هم دیفولت هست. دیفولت. 4 دانه اکسس مودیفایر. فرمول اینا که شما باز اکسس مودیفایر رو بفهمین با دیتا تایپ خودتان با دیگه چیز میفهمین. پابلیک یک اکسس مودیفایر، پرایوت یک اکسس مودیفایر، پروتکتد یک اکسس، دیفولت هم یک اکسس مودیفایر. خب این اکسس مودیفایر ها چی وظیفه را انجام میدن؟ چرا پیش روی نام وریبل ها نوشته است؟ اینی رو باید بفهمین. کاربردی از اینا که من پیشترا که در ابتدا اگر یادتان باشه جاوا را گفتم آبجکت اورینتد است، یعنی زبان شیگراست، از روی سناریوهای واقعی زندگی ما گرفته شده. شما آیا در زندگی واقعی آیا کلمه عمومی را شنیدین که در جایی نوشته بوده باشه؟ این کلمه عمومی بعضی جایی هم کلمه عمومی نوشته است. ها؟ بله سر عمومی یا عامه؟ عمومی عامه یا عمومی هر دو کلمه یک معنا را میتن. عامه هم نوشته میتونم. هدف از عامه چیست؟ مثلا در زندگی واقعی ما مثلا نوشته است کتابخانه کتابخانه عامه یا پارک عمومی. هدف از این کلمه چیست؟ دلیلش چیست؟ عمومی باز است و تمام اشخاص اوپن است، یعنی باز است. شما میگین که دسترسی همه میتونه دسترسی به همه چیست آزاد است. آزاد. یعنی یک نفر از هر منطقه شهر میتونه بیایه به او کتابخانه یا به او پارک. مفهومش همونطورست نه؟ دسترسی بکنه به کتاب. مثلا اگر پارک بوده باشه و سامانهای بازیش در جاوا چی معنا میده؟ چرا پیشتر ما گفتم دیتا نه؟ دیتا در پارک مثلا دیتا چیست؟ مثلا دسترسی مردم در پارک به چی پیدا میکنن؟ در مثلا سامانات بازی و دیگه چیزایی. در کتابخانه به کتاب. اما در جاوا شما به دیتا دسترسی میتونین پیدا کنین. معنیش متوجه هستین؟ وقتی شما که نوشته میکنین ببینین پابلیک، خب دقت کنین پابلیک انت مثلا ایج مساوی است به 20 سیمیکالون. ببینین این کلمه پابلیک که اینجا شما نوشته کردین هدفتان دسترسی به این عدد 20 است. این عدد 20 میفهمین چیست؟ این دیتاست نه؟ عدد 20 دیتاست. معنایش است که شما از داخل کلاستان از دیگه کلاس ها از دیگه پکیج ها به این عدد 20 میتونین دسترسی پیدا بکنین. از بسیار داخل پروژه تان از هر جای میتونین به این عدد یا به این دیتا دسترسی پیدا کنین. چرا مثلا این میتونم به این 20 دسترسی پیدا کنم؟ به خاطر که من دسترسیش چی گذاشتیم؟ آزاد. پابلیک گذاشتیم. اینجا ما نوشته کردیم که پابلیک انت ایج. شما اینی عدد 20 هم که در داخل ایج ذخیره هست، شما بینمی قیمتی که در داخل این ایج ذخیره هست از هر جای میتونین. اگر اینجا ما پرایوت نوشته میکردم چی میشد؟ پرایوت انت ایج. باز شما از یک محدوده خاص میتونستین دسترسی به پیدا بکنین. از بیرونی پکیجان میتونستین. تنها داخل یک کلاس میتونستین از به دسترسی پیدا بکنین.
متوجه شدین؟ مثل دنیای واقعی ببرید، مثلا مکتب خصوصی، مفهومش چیست؟ مکتب خصوصی ها؟ private. مکتب خصوصی که نوشته میکنین معنایش است که خب این دیگه یک دسترسیش تعداد محدود محدود است، مردم. محدود ساخته، به تمام مردم نیست، این به یک محدوده از مردم است. اینجا مونم قسم است. پرایوت که نوشته میکنی معنایش است که دیتا را خصوصی ساختید. و کجا خصوصی ساختید؟ داخل کلاس خصوصی ساختید. سرتان خلاص شد، حالا کم کمک نه به مو طرف روان هستیم. دنیای واقعی برید. اگر من پروتکتد نوشته میکردم چی میشد؟ مثلا به جای پابلیک نوشته میکنم protected in age. شما محدوده را نسبت به پرایوت کمی کلانتر میسازین. از داخل کلاس تا داخل پکیج میرین، یعنی محدوده تان را کمی بازتر میسازین. نه مثل پابلیک، نه مثل پروتکتد، یک کم بین پابلیک و بین پرایوت. نتونستم بفهمم. پروتکتد کمی نسبت به پرایوت محدوده را شما باز میمانید. دیفولت هیچ کلمه که نوشته نکنین، این میگه هیچ چیز نوشته نمیکردم، نه پابلیک، نه پرایوت، نه پروتکتد. اینجا باز میگن که این دیفولت است. چیست؟ دیفولت. اگر چیزی هیچ چیز نوشته نکنم، انتی ایج تنها نوشته میکردم، امی تنها انتی ایج. اینجا ایره میگن که اکسس مودیفایرش یا دسترسیش دیفولت است. دیفولت نسبت به پروتکتد یک کمی بین پروتکت و بین پابلیک است. یعنی دیفولت از پروتکت کرده کمی دسترسی را بازتر میمونه. سرتان خلاص شد. اکسس مودیفایر اینی وظیفه را داره. حالا بیاین بریم ما به عملی برای شما ایران نشان بدم. کجاست؟ حالا بیاین ما عملی را برای شما نشان بدم. اوکی؟ خب اینی را باز شده. خب ببخشید صفحه مرا میبینین شما؟ بله. اوکی. خب بسیار خوب. بسیار خوب. حالا ببینین ما برای شما مرتب به اصطلاح چیز کنم. یکی داریم پابلیک، نه؟ اینا رو من اینجا کامنت میکنم، باز شما هر کدامش خودتان ببینید. این دومش هست مثلا پرایوت، این سومش هست مثلا پروتکت. اینا کلش اکسس مودیفایر هاست. اینا چی هستن؟ اکسس مودیفایرز. خب چهارمش هم مثلا دیفولت هست. اوکی. نمیشه. ها؟ سومیش ننوشتن protected. ها نوشته نکردم نه؟ پروتکتد. اوکی. پروتکتد. ها و دیفولت. یا می پرایوت آخر نوشته. چطور؟ بسیار محدوده. بسیار محدود. دیفولت. AULT. اوکی. اینی 4 دانه اکسس مودیفایر هاست. معنای اکسس مودیفایر من سادگک ترجمه براتون میکنم. چی است؟ دسترسی. هیچ تو سرچپه شد. دسترسی دهنده ها. دسترسی دهنده ها. نمیشه. دسترسی دهنده ها. یعنی تو بخوانی دیگه از چپ. خواهی دیگه نوشته فکر میکنم مشکلات. اکسس مودیفایر دسترسی دهنده هاست. اینا رو که شما یک جای نوشته کنید، اینا دسترسی میده به دیتایتان. دسترسی مثل که در دنیای واقعی یک جای شما آمد نوشته میکنین و مردم میگین که اینجا عام مردم میتونه از این کتابخانه ما باشه، از کلش دسترسی داشته باشه، پارک باشه، از چیزایشان. پروتکتد هم بده. خب اینا شما پابلیک هست. اینجا محدوده را شما پیشتر ما که یاد کردم دلیلش همین بود. پیشتر یادتان بود ما گفتم این کلاس ها که از مثل اولیوری محدوده دارن. این اینجا شروع میشن، این اینجا ختم میشن. ایره بفهمیم با پسان براتون آسنایی پیدا میکنه. یک محدوده ما اینجاست داخل کلاس. محدوده 4 محدوده داریم. یک محدوده داخل کلاس. متوجه شدین؟ یک محدوده.
که خاص برای پرایوت است. خاص برای پرایوت. یک محدوده دیگه ما داخل پکیج است. سعی کنین پکیج داخلش که مثلا اینیج است دیگه، از کلاس بیرون میشی، مثل که داخل یک پکیج 10 ها کلاس می باشه. این وظیفه پروتکت است. پروتکت محدودش از پرایوت داخل پکیج میره. دو محدوده. دیفولت بین پکیج ها، بین یک پکیج با دیگه پکیج، یک کلاس با یک کلاس رابطه میتونن داشته باشن. متوجه شدین؟ محدودشون کمی کلانتر است. اما یک شرط دارن. شرطش است که این کلاس با او کلاس رابطه فرزندی و پدری داشته باشه. متوجه هستین؟ کلاسی که میخواید دسترسی پیدا بکنه باید فرزندی او کلاس باشه. پروتکت دیفولت هم خاصیت داره. اما پابلیک باز است دیگه. از یک کلاس میتونه از یک کلاس دیتا را بگیره، از یک کلاس میتونه از او کلاس بگیره، از او پکیج میتونه به یک پکیج بگیره. مثالش چطور؟ حال دقت بکنید. حال دقت بکنید. مثلا من اینجا میخوایم یک وریبل کریت کنم، دیتا را داخلش ذخیره کنم. پابلیک انت اکاونت مثلا نمبر. اینی هم اکاونت نمبر. صحیح شد؟ دوستا ما اینی اکاونت نمبر را میخوایم بهش دسترسی پیدا بکنم. دسترسی پیدا بکنم، اینی جا براتون نشان بدم، پرینت کنم. میفهمین برای دسترسی ازی ما چی چیز گذاشتیم؟ محدوده را چی تعیین کردیم؟ محدوده دسترسی را چی تعیین کردیم؟ پابلیک. این حالی که پابلیک نوشته شد، از هر کلاس میتونم برم اینمی ای را بگیرم. از داخل کلاسی یک کلاس دیگه برم، حتی به ایدی دسترسی پیدا کنم به اینمی عدد از طریق اینی نمبر. یک چیزی را پیش از اینکه من برم این کارا بکنم، همینجا براتون بگویم که باز اونجا گیج نشوید. در جاوا یک کانسپت وجود داره، یا یک قانونی وجود داره که شما باید بفهمید. دوستای عزیز، هر چه که طرف راست است در طرف چپ ذخیره میشه. اینی عدد در کجا ذخیره است؟ اینی می عدد اکاونت نمبر داخل اینی می عدد در کجا ذخیره است؟ داخل اینجا ذخیره است. اینی اعداد اینجا ذخیره است. این داخل از این ذخیره است. از طریق این علامه که مساوی، از کدام طریق ذخیره است؟ این علامه مساوی میفهمین چی وظیفه را داره؟ ذخیره کننده. خوانده میتونین خطا؟ هدفم است که خط مفهوم بشه، خوانده میشه؟ بله. این ذخیره کننده هست. علامه مساوی مثل یک پایپ است. یک چی به هر چیزی که خودتان میگین. این از طریق علامه که مساوی داخل از این ذخیره میشه. او علامه مساوی که در ریاضی هست او نیست. او تو فکر نکنین. هر چیزی را که دیدین طرف راست به طرف چپ توسط این علامه یک ذخیره میشه. یعنی ذخیره چطور میشه؟ خیلی اگر مثلا من اینی را بگیرم یگان جای نوشته بکنم، از داخلش همی بیرون میشه. مثلا اکاونت نمبر ما بگیرم یگان جای، واقعا همی داخل از مو 1 2 3 تا 7 ذخیره هست. حالی بیاین ببینید. اوکی. خب حالی داخل از این ذخیره هست. مثلا من میتونم که به اینی عدد دسترسی پیدا بکنم و پیش رویش هم پابلیک نوشته است از هر جای. اول از داخل خود کلاس شروع میکنم. چند نفر در ویتینگ روم از اینا من زیاد بیرون میرین چون من اینجا لاک کردم، ما باید خودم اجازه بدم. اوکی. حال خیلی ما میخوایم که از داخل محدوده خودی همین کلاس اینجا شروع اینجا ختم. میبینید؟ اینجا شروع اینجا ختم به این دسترسی پیدا کنم. ببینید داخل مین متد میم. دوستای عزیز اینی را مین متد میگن. خب باز کلمه متد ما سرش پسان گپ میزنیم. پابلیک استاتیک وید مین اینی نامش هست، قوسایش هست. مین متد وظیفه انجینی ای کلاس ما را انجام میده. مین متد اگر اینجا نبوده باشه ما کد ما را کامپایل و رن کرده نمیتونیم. کد ما کار نمیکنه. مثل موتر ماشین نداشته باشه اونو رقم است. یک موتر ماشین نداشته باشه مثلا حرکت میکنه؟ نه. این هم اونمو انجینی کلاس ماست. اگر این نبوده باشه کد کامپایل و رن نمیشه. از او خاطر این همیشه در اکثریت کلاس ها می باشه. یک دانه از اینمی، دو تا نه، یکی.
پابلیک استریک وید مین استرینگ ایره مین متد میگن. نامش چیست؟ ما بحث متد را پسان میکنیم. اما فعلا هم شما یاد بگیرید مین متد است. وظیفهش هم انجین یا همو رن کردن و کامپایل کردن اینمی داخله. خب ما حال ببینید در داخل از این میایم اینجا یک ساوت میگیرم. این ساوت هم باز آیسته است کل چیز تعریف میکنم. خب بعض وقتا یکون چیز بگویم باز از خاطر که بحث اصلی ما از یاد مانه. ما هدفم است که من میخوایم اینی به یه اعداد دسترسی پیدا بکنم. این اعداد خود داخل اینی کلمه ذخیره هست. آیا ما به همین کلمه دسترسی دارم ندارم؟ گپ ما بحث دسترسی است دیگه فعلا. آیا به همین دسترسی دارم ندارم؟ در شما پیشریش ببینید اینجا رو ببینید پابلیک. بله چون در داخل می کلاس هستم پابلیک هم هست. پابلیک یک سطح کلان دسترسی رو میده. خیلی من این میره کاپی میگیرم این داخل از پیست میکنم داخل از اینی. اوکی باشین که اینجا یک کلمه استاتیک هم بتون باز پسان این رو بابتون تشریح میکنم به خاطر که گپ ما باز چی نشه. خب حالا ببینید این من به این دسترسی پیدا کردم مشکل نیست. استاتیک میگم ببینید به این دسترسی پیدا کردم پیشریش پابلیک هست و گپ هست. من این یک رن بکنم شما عددی که اینجا هست باید در کنسول اینجا به خاطر که این چیزا نوشته است از خاطر رن نمیکنه. اوکی اینو میبینین اینی اعداد من برش دسترسی پیدا کردم. یعنی تانستم به این اعداد دسترسی چطور کردم؟ اینو اکاونت نمبر که این اعداد داخلش ذخیره بود گرفتم اینجا داخل سیساوت یک متدی هست که دوستای عزیز هر چیزی را که داخلش نوشته کنی اینجا بعد نشان میده. نتیجهش فقط مثل یک اسکرین مثل که چی براتون بگم تلویزیون خود در صفحهش اما شیشه تلویزیون براتون بگم یا یک هر چیزی که در داخل از شما بنویسین این بر شما در اینجا نشان میده. این مقاوض فرا داره. خلاص مثلا ببینید من اینجا نوشته میکنم 2 جمع 6. این دیگه کار نداره. این حتی جمع هم وظیفه ای جمع کردن نیست. وظیفه خود جاوا است. اما وظیفه نتیجهش اینجا نشان دادن وظیفه این ساوت است. ساوت اینا میبین 8 اینجا نشان فقط وظیفه نشان دادن دیگه کار نداره. مثلا اینی اکاونت نمبره که من اینجا نشان حالا من اکاونت نمبر اینجا پیست کردم. به نظرتان خودی همین کلمه رو اینجا نشان بده یا چیزی که در داخلش ذخیره است؟ داخلش هست. چیزی که در داخلش ذخیره است. میبینین خودش نشان نمیده مثل چیزی که در داخلش ذخیره است رو نشان. اینو میبینید؟ اوکی این یک گبیرم فهمیدین که این اعداد داخلی ذخیره است. مثلا همینجا اگر 12 بوده باشه چی؟ بازم رن میکنم باز 12 رو نشان میده نه خودی اوره. چرا که این اعداد داخلی ذخیره است. من اینو گرفتم اینجا نوشته کردم همین اعداد از اینجا آمد. این گپ حال دسترسی بحث پابلیک کی هست از او خاطر من تونستم اینجا دسترسی پیدا کنم. حال من هر کدام از اینا را اگر پابلیک باشه پروتکتد باشه یا هیچ چیز نوشته نکنم یا پرایوت نوشته کنم من میتونم از چون در داخل می کلاس هستم دسترسی پیدا. مثلا این حالی من با پرایوت تبدیل میکنم. اوکی حالا من به پرایوت تبدیل کردم. باز هم ببینید من میتونم 12 رو اینجا پرینت بکنم دسترسی پیدا. میبینید؟ مشکل نیست. چرا؟ من در داخل همی کلاس قرار دارم. داخل اینمی خانه مثل که شما در داخل خانه تان یک صندوقتان قفل کرده باشین داخلش یک چیز مونده باشین داخل خانه تان نمیتونین رو صندوق دسترسی پیدا کنین چون در داخل خانه هستین. پرایوت معنی است که بیخی خصوصی کردین. من در داخل این محدوده خودی کلاس هستم مشکل وجود نداره. اوکی حال اگر ما یا یک بار کل اینا رو من استفاده کنم حالی باز در محدوده های دیگه هم استفاده میکنم. مثلا پروتکتد استفاده کنم بجای بازم مشکل نیست. بازم میتونم دسترسی چرا که در داخل خود همین کلاس است. هیچ چیز اگر نوشته نکنم چی؟ اینا رو ببینین هیچ کدام از اینا نیست. نه پابلیک است نه پروتکت است نه پرایوت. اینجا چی شد؟ اینی رو میگن دفولت. دوستای عزیز دفولت حالتی که هیچ چیزی را نوشته نکنین
اونمو حالت یک اکسس مودیفایر به نام دیفولت میگن. دیفولت سطح دسترسیش هم حالا بر شما نشان میدم در اینجا. اما ببینین بازم من در داخل کلاس میتونم به دی تایم دسترسی پیدا اون نشان میده. اینجا دیفولت است دیگه، چیزی نیست. چیزی که نوشته نکنین دیفولت، هر کدامش یک خودشان نوشته کنین. خب باشین قیمت سلاید باز کنم یک بار اینا را شما کمی چیزتر ببینید. این اینجا تشریح کردیم دیگه، هر کدام از اینا رو میبینین. اکسس مودیفایر ها رو ببینین، پرایوت است، دیفولت است، دسترسی داخل کلاس و پکیج را تعیین میکنه. پروتکت سطح دسترسی داخل کلاس، پکیج و بیرون از پکیج از طریق کلاس طفل را تعیین میکنه. فکر کنم پیشتر من سرچپیش گفتم نه اینا بیجا. و پابلیک دسترسی از هر جای داخل پروژه را تعیین میکنه. اینا رو میره به شما عملی نشان میدم. ببینید من حال یک کلاس دیگر را باز میکنم، کلاس امپلایی را باز میکنم. ما فعلا داخل کلاس منیجر هستیم. میبینید اینجا منیجر است. من میرم حال کلاس امپلایی را باز میکنم. اینا را کنار هم میگذارم. خب حال سوال است که من اینجا باشین که چی نوشته کنم. اینجا نوشته کنم public save. فعلا داخل کدام کلاس قرار دارم دوستان؟ بگین فعلا داخل کدام کلاس هستم من؟ امپلایی. اما اکاونت نمبر داخل کدام کلاس هست؟ داخل منیجر. داخل منیجر است. اینو میبینی این دیوارکای زیر ببینید داخل منیجر. اکاونت نمبر داخل کلاس منیجر قرار داره. اوکی. حالا ما میخوایم که از داخل کلاس امپلایی به این 12 دسترسی پیدا کنم. همین سکند MC ساوت از اینجا کپی میگیرم یا کات میکنم. اینجا پیست. اینجا چون ما آبجکت ضرورت داریم، یک مرحله دیگه هم اینجا باید کار شود برای دسترسی. ای را باز من پسانترا بر شما میگم. شما به این چی نکن، نگران نشید. خب بحث دسترسی است، درست؟ اوکی. حالا ببینید حالا ببینید من دسترسی پیدا کنم. خب اینجا ببینین من یک دانه وریبل دارم به نام اکاونت نمبر. پیش رویش پابلیک گذاشتیم، دسترسیش را پابلیک گذاشتیم. حال پلان دارم که از داخل یک کلاسی به نام امپلایی، اینا ببینین از این کلاس به این 12 میخوایم دسترسی پیدا بکنم. شما ظاهرا میبینید یک آبجکت کرییت کردم. این پس آن میخوانیم. قبل فعلا میگم که این خط این آبجکت میگن. باز نام آبجکت گرفتم، آمدم obj.accountNumber. این اکاونت نمبر برش دسترسی پیدا. حالا من می کلاس میخوایم رن کنم که های نتیجه 12 اینجا نشان میتونه. میتونه رایت کلیک، این تگمه که کلیک میکنم سرش جاوا اپلیکیشن. این 12. حالا من عدد تغییر میدم، مثلا اینجا 20 میسازم. بازم میایم می کلاس رن میکنم. خب دقت کنید. اوکی میبینین این عدد 20 از اینجا دسترسی پیدا کردم. حتی میتونم یگان تکست اینجا نوشته بکنم که بخی واضح شد. Data is coming from manager class. این تکست از اینجا نوشته سعی کنید داخل این کلاس، اما پیش رویش نوشته است obj.accountNumber. اینی اکاونت نمبر. حالا شما ببینید وقتی من رن میکنم چی چیزی را شما میبینید. چی نوشته است؟ Data is coming from manager class. دیتای ما چیست؟ 20 است نه؟ یعنی من دسترسی تانستم به او عدد. حال پابلیک تغییر میتونم به پروتکتد تغییر میتونم. خب دقت کنید اینجا پروتکتد تغییر کرد. این حال شما یک چیز را این کلاس را ببینید. اینجا شما به یک چیز متوجه میشین.
خیلی مایده شده. اینه ببین اینجا ایرور برام اومده، علامه X. چی نوشته است؟ من که ماوس ببرم چی میگه؟ شما بخونین چی نوشته است در صفحه کی زد؟ میتونه خاطر Visibility of account number to public. The field manager dot account number is not visible. اینی اکاونت نمبری را که میگه اینجا شما از اونجا آوردین، این قابل دسترسی نیست، قابل مشاهده نیست. چرا این قابل مشاهده؟ این اکلیپس چرا این سر صدا را میکنه برای ما؟ چرا میگه پیشتر خوب بود اما ما چی کار کردیم؟ اینجا چی نوشته کردیم؟ protected. لوایش تغییر داده، پروتکتد کردیم. خب حالا مشکل چطور حل بسازیم؟ مشکل حال وقتی شما دوستای عزیز اکسس مودیفایرتون پروتکت می باشه، شما یک را وجود داره که این کلاس تانه فرزند این کلاس بسازین یا چایلد منیجر بسازین. امپلوی را چایلد منیجر تان بسازین. چطور میکنین؟ اینی شیوه یک کلاس چایلد یک کلاس ساختن است. درست؟ کلمه اکستنس را می نویسین. اکستنس باز اونمون نام کلاسی که پیرینتش هست کپی میگیرین یا نوشته میکنین. مثلا کپی میگیرم پیست میکنم که غلطش اینه. حالا میفهمین کدام کلاس چایلد کدام کلاس شده؟ امپلای چایلد منیجر. امپلوی که هست پیرنت، چی منیجر که هست پیرنت است، یا امپلوی چایلد از منیجر است. یعنی چایلد است ای پیرنت. درست؟ خب این رو سیو میکنیم. این هنوز هم دسترسیش محدود هست. هنوز هم میگه که change the variable account to public یا گیتر و ستر برش کردید که یک مرحله مثلا دیگر هم وجود داره که او را میگن. خب اون مرحله را اگر بریم یا نریم نمیفهمم، اما ایرا مثلا ما میتونیم به این شیوه برش دسترسی پیدا بکنیم. باشین ما آبجکت از اینجا بیرون کنم. این شیوه های مختلف دسترسی داره. ما میخوایم اینا به این شکل ایرا دسترسی پیدا. آبجکت یک تغییر. اینه ببینید مشکل ما حل شد دوستای عزیز. ما فقط چی کردم؟ امپلوی را چایلد منیجر ساختم، یعنی چایلد از اینی اینا من دیتایش میتونم به خاطر که پروتکت بود آمدم امپلوی چایلد منیجر آبجکت امپلوی را کرییت کردم. حالا میتونم به دیتا دسترسی پیدا کنم. بیشتر هم استاد شما کجا ایرر میداد؟ خب بازم همینجا همه نوشته شده بود که data is coming from manager class. نه ما یک کار دیگه کردم. اینجا ببینین پیشتر آبجکت منیجر بود، فعلا ما به آبجکت امپلوی تبدیلش کردم. متوجه هستین؟ این خط اینجا نام منیجر بود، یعنی نام ده هر اینجا هم بود به اینجا هم بود. این پسان به شما نکنید. فعلا فقط همین دسترسی را شما چی بکنید با پسان. اینا را من برای شما به شکل اساسی یاد من میخوایم که دسترسی را مفهومش فعلا به ذهن ما بشینه. پروتکت سطح دسترسی بین کلاس های پکیج های مختلف. شما میبینین که کلاس امپلوی داخل کدام پکیج است دوستای عزیز؟ منیجمنت پرکتیس بی، اما ای داخل دیلی پرکتیس است. ای از دو پکیج آمده. ما آمدیم از یک پکیج دیگه از داخل یک کلاسش به دیتای یک کلاسی که در داخل دیگه پکیج است. دو تا پکیج میبینین؟ یک دیلی پرکتیس داریم، یک پرکتیس بی. کلاس منیجر ما را اگر من ای را باز کنم اینجاست داخل عزیز. ای را اگر باز کنم امپلوی داخل عزیز است. ما امپلوی را گفتم میخوایم که دیتا امپلوی دیتای منیجر را بگیره. ای که باز کردم اینی 20 از داخل منیجر. این سرتان خلاص شد دوستا؟ اوکی. اگر حال ای را من چه بسازم؟ هیچ چیز نوشته نکنم چی؟ این حال اینجا که اگر چیزی نوشته نکنیم میفهمین چی اتفاق میفته؟ چرا ایرور آمده میفهمین؟ اون باز میگه که این not visible. این حالت دیفولت داره دیگه نه؟ چیزی که نوشته نکنین اکسس مودیفایرتان دیفولت است. نه اگر پرایوت نوشته نکنین پروتکت تو پابلیک، چیزی نوشته نکردین اکسس مودیفایرتان دیفولت است. خب دسترسی چقدر است؟ دسترسی تنها در بین یک پکیج است. از بیرون از پکیج نمیتونین. دلیلش هم است که این کلاس امپلوی در یک پکیج دیگه هست. از خاطر اینجا ایرور میده. سرتون خلاص شد یا نه؟ بله. چیزی که نوشته نکنین
ها اگر امی کلاس همه بیارم داخل اینجا مشکل حل میشه. باشه که یه موجود برم. مشکل حل شد. دیدین؟ اینه ایرور گم شد. هر دو کلاس ها را سکنین یک پکیج است. داخل یک پکیج، هر دوشان داخل یک پکیج است. ایمپلوی هم داخل یک پکیج است، منیجر هم داخل یک پکیج. این مشکل حل است. میتونم دست ایرور نمید. اگر ایمپلوی دیگه پکیج باشه چی؟ حالا به دیگه پکیج انتقالش میتونم. ببینین از او پکیج بیرون شد. اینه ایرور میگه که the field manager dot account number is not visible. این اکانت نمبری را که شما از هر جای گرفتین قابل دسترسی یا دید نیست. این از اینجا گرفتیم. به خاطر چی؟ اکسس مودیفایرش دیفولت است. دیفولت معنایش که داخل یک پکیج کلاس ها باشه. باز میتونن دیتا را بین هم شیر بکنن. اوکی، اینم فهمیدین. اگر پرایوت بمانم چی؟ ها؟ پرایوت خو هیچ اجازه نیست. پرایوت تنها شما در داخل یک کلاس سطح دسترسی اینجا است. این از اینجا بیرون نیست. هر گاهی که پرایوت ساختین از این دو تا قوسکا بیرون نمیتونید. هر گاهی که دیفولت ساختین در بین یک پکیج میتونید. هر گاهی که پروتکتد ساختین بین پکیج ها میتونین دیتا را دسترسی بود. اما باز کلاس هایتان چایلد و پیرنت بوده باشه. پابلیک شد باز هیچ بچه چایلد و پیرنت ضرورت نیست. از هر جای میتونین دسترسی به دیتایتان داشته باشید. حال شما فهمیدین مفهومی اکسس مودیفایر چی بوده در اینجا؟ کسی هنوز هم هست که نفهمیده باشه؟ هلو؟ بله فهمیده شد استاد جان. سوال کنین اگر نفهمیدین که من به شما بفهمانم. اگر فهمیدین خب فهمیدین. فهمیدیم استاد، اما بازم یک کمک اینی نمیفهمم. کجایش مثلا نفهمیدی که من فکر میکنم امی که شما یک کلاس به دیگه انتقال دادین بسیار به سرعت بود. من نفهمیدم چطور کار کردین. و یکی هم امی که شما گفتین مربوط دیگه میکنین امو چایلد و پرنت امو را که تشریح دادین امو قسمت من فکر میکنم یک کم او را پسان کار میکنیم. فعلا شما امی قدر یاد بگیرین مفهومی اکسس. خود امی 4 تا را از یاد بکنین دیگه. مفهومی ای دسترسیشان است. به خاطر دسترسیش که هدف از استفاده از اینا دسترسی به دیتا هایتان است. مثلا دیدیم که چی مفهوم داره. مثلا چیز نفهمید شما فهمیدین. این کسی سوال کرد نه اینا رو برشان گفتم. یعنی هدف است که اینا به سطح دسترسیش اگر این استفاده کنین یعنی سطح دسترسی دیتایتان تا چقدر تعیین میشه. اگر پرایوت انتخاب کنین تا چقدر تعیین میشه. پروتکت تا چقدر تعیین میشه. باز او کاراش ما پسان هر روز انجام میدیم یاد میگیرین. مثلا پروتکت که باشه یا قانونش است که شما میتونین از بین از این پکیج از این کلاس پکیج میتونین از او کلاس بگیرین. اما باید کلاس گیرنده چایلد کلاسی چی بوده باشه؟ چایلد کلاسی پیرنت بوده باشه. یعنی منیجر پیرنت میشه ای چایلد میشه. حالا چطور شما چایلد بکنین؟ پیش روی نام کلاس کلمه اکستند نوشته میکنین. همو کلاسی که دیتاش میخواین بگیرین بعد از کلمه اکستند نوشته. اینی مرحله را میگن چایلد اند پیرنت. باز یک کانسپت دیگه است او را پسان میگم. حال نامش نمیگیرم. اما امی ساده فعلا این چایلد و پیرنت ساختن کلاس ها این رقمی است. ای کلاس چایلد شد ای کلاس پیرنت شد. این کلمه اکستند ایرا پیرنت ازی ساخت. اینال اینجا شما که مثلا پروتکتد نوشته بکنین دیتایش میتونین بگیرین. یعنی دیتای مثلا داخل اکانت نمبر که هر چیز ذخیره باشه میتونین به این کلاستان بگیرین استفاده کنین. به خاطر که سطح دسترسیش بین پکیج هاست اما کلاس ها هم بین هم رابطه ایجاد کردن. متوجه شدین؟ نفهمیدین؟ فهمیدیم استاد. اگر نفهمیدین بگین اینجا. خب باز بین هم گپ میزنیم. باز من باید کنم. خب اکسس مودیفایر در فرمول اینی تو یک قانون داره. اینی کلمه دیتا تایپ ماند اینجا نه؟ اگر میگین که امیره تنها پرکتیس بکنیم به می شب باز دیتا تایپ به فردا شب بمانیم.
استاد فکر کنم امسا بس از دیگه مقدر یک مثال دیگه هم مقدر در ذهن جای از اکسس مودیفایر خیلی چند مثال کار میکنم. باز دیتا تایپ به فردا شب میبینیم. اینه میره کلش یک وریبل میگن. اینه می چیسته؟ این یک وریبل است. وریبل شما فرمول داره، میفهمین نه؟ فرمولش اکسس مودیفایر است، دیتا تایپ است، نام وریبل تان است. باز ایره میگن اساینمنت اپراتور میگن. این هم خود دیتا میگن. اگر فول یک وریبلی که دیتا داشته باشه، اکسس مودیفایر، دیتا تایپ، وریبل نیم، اساینمنت اپراتور و این هم دیتا داد و این هم سیمیکالا. این یک وریبلی که دیتا فول داره. اگر خالی بوده باشه این 3 دانه کلمه است. اکسس مودیفایر ها چند دانه از دوستای عزیز؟ 4 تا. پابلیک، پروتکتد، دیفولت، پرایوت. پابلیک که اگر شما پیش روی هر چیز بنویسین معنایش که دسترسی به او را باز ماندین. دسترسی یکی از داخل کلاس میتونین، این از اینجا، یعنی از هر جای داخل این می 4 دیوالی به اصطلاح میتونین به می وریبل بوده باشه، به متد بوده باشه، به هر چیزی که پیش رویش شما پابلیک نوشته بکنین دسترسی باز میشه براتون. میتونین به او دسترسی پیدا بکنین. حالا یک کس میگه که چی ضرورت دسترسی؟ به خاطر که ما به دیتا ضرورت داریم دیگه، میفهمین نه؟ خب پس آن شما به این دیتا ها که ضرورت بکنین مجبور دسترسی داشته باشید. مثل کسی در کتابخانه چی ضرورت دسترسی در کتاب ضرورت داره. ما به دیتا ضرورت می این که من پابلیک نوشته کردم از داخل یک کلاس هم میتونم از هر جایی نمی 4 دیوالی. یک. دو، از داخل یک کلاس دیگه هم که مثلا داخل می پکیج باشه. یک کلاس دیگه هم مثلا اینجا هست. فکر کنید یک کلاس دیگه کرید. من اینجا نام کلاس تیچرز میگذارم. من میتونم اینجا از خود کلیپس میگم برام فعال بکنه. اوکی. این حال به نظرتان، حال به نظر شما ببینین داخل پکیج دیلی پرکتیس چند تا کلاس هست؟ یک نفر کتمه گپ بزنه که باز چند دانه کلاس هست؟ 2 دانه کلاس است. 2 تا کلاس هست. یکی تیچرز هست، یکی منیجرز. حال آیا من میتونم دیتای منیجرز، یعنی کلاس منیجرز از داخل کلاس تیچرز بگیرم؟ همین داخل خود یک کلاس خب میتونم اونا پابلیک اجازه میتن. چطور وقتی 2 تا کلاس داخل یک پکیج باشه؟ در اون صورت هم میتونین، مشکل نداریم، هیچ مشکل نیست. میتونین ایره مستقیم بگیرین اینجا پرینت بکنین. درست؟ اینجا هم میتونین. اگر ایره تغییر بتین این 4 دانه را باز محدوده ها تغییر میکنه دیگه. نظر به اینمی هر وقت که شما پابلیک و پروتکتد و دیفولت تغییر بتین اینجا باید یک کار را انجام بتین. خب امی اول از امی پروتکت از پرایوت شروع میکنم. این میره پرایوت میسازم، میخوایم حال این از اینجا دسترسی برش پیدا. اوکی. خب این را کپی میگیرم، اینجا پیست میکنم. چی نوشته است اینجا؟ این را بخونیم. account number cannot be resolved to variable. خب حتی ای که اگر مثلا من آبجکت هم کلید بکنم یا پیش روی از یک کلمه دیگه هم بگذارم، این را خیر شما برش نگرانی نداشته باشید. اوکی. شما ببینید میگه که the account number cannot be resolved as a variable. دلیلش چیست؟ چرا یک ایرور میده؟ هیچ نمیشناسه ایره. به خاطر که پرایوت است. اینجا وقت پرایوت ساختیم. پرایوت در داخل این نظمی محدوده بیرون نمیتونی دسترسی پیدا کنی. خلاص اینجا که پرایوت مونده از اینمی 4 تا قوس، از اینمی 2 دانه قوس بیرون نمیشه. این مشکلی پرایوت حل شد. خب اگر ایره من چی بگذارم؟ دیفولت بگذارم، هیچ چیز نوشته نکنم. چی اینه بشه متوجه هستید؟ این هیچ چیز نیست، دیفولت است دیگه. دیفولت اگر پابلیک و پرایوت و این نوشته نکنید دیفولت است. حالی دیفولت اجازه میده برای ما اینجا دسترسی پیدا بکنیم، اما یک کار بکنیم که آبجکت رو مثلا کریت بکنیم. این را با پسان میگم، شما فقط شما نگرانی نکنین، پسان رو یاد میگیرین. من فقط خاطری که دسترسی رو برای شما گفته باشم فعلا همینقدر. یک تکنیک دسترسی است. یا
پس آنها باز آبجکت کریت کردن یاد بگیر. همه آبجکت منیجر صحبت کردیم. خب درس مفید باشم. اوکی مایک دوست ما چیز است مخاطب. اوکی حالا ببینین دوستا، اینو من با اکاونت نمبر تانستم دسترسی پیدا بکنم. اینجا دیفولت است. دیفولت سطح دسترسی دیتای تانه یا به دیتا را، سطح دسترسی به دیتا را تنها بین کلاس های یک پکیج اجازه میده. هر دو کلاس تیچرز و منیجرز داخل یک پکیج دیلی پرکتیس است. من میتونم دسترسی پیدا کنم. حالا من ایره رن میکنم، شما ببینین نتیجه را میتونین مشاهده بکنین در این قسمت. تنها اینو ببینید، این 20 از اینجا آمده به اینجا و اینجا بعد بر ما پرنت شده. حالا من مثلا تغییر میتونم از حالت چی؟ از حالت پروتکتد، از حالت دیفولت به این پروتکت تغییر میتونم. اوکی حالا پروتکتد شد. اینا رو ببینین دوستا، حالت پروتکت که آمد استاتیک شگم کنم. در این حالت هم چون بین هر دو کلاس بین یک پکیج هستن مشکلی نیست. هر دو کلاس بین یک پکیج است، پروتکتد مشکل ایجاد نمیکنه. توجه هستین؟ یعنی میتونم دوباره این رن بکنم ببینین نتیجهش. خب حال اگر کلاس تیچرز هم من انتقال بتم داخل یک پکیج دومی چی؟ اینجا انتقال میتونم ببینید. حالا ببینین اینجا پروتکتد چه مشکل ایجاد. اینو میبینین وقتی ایرور بر ما داده. not visible میگه. متوجه شدین؟ از حال دیگه کلاس ها هر دوش داخل یک پکیج نیستن. این مثلا تیچرز آمده یک پکیج دیگه انتقال رفت. اینا نمیتونه. اینا اینجا قانون چیست؟ هر وقت که اکسس مودیفایرتون پروتکتد بود، اگر کلاس از پکیج دیگه میخواست دسترسی پیدا بکنه، باید او کلاس چایلد اینمی کلاس شود. حالا کلاس تیچرز میخواد از منیجرز این اکاونت نمبر را برش دسترسی پیدا بکنه، اما کلاس تیچرز در یک پکیج دومی است. اینا مجبور است که تیچرز چایلد منیجر شود. مرحله چایلد سازی چگونه میشه؟ کلمه extend نوشته میکنین، بعد نام پیرنت شه. اما کلاس اینا چایلد و پیرنت شد. میفهمین کدام از اینا چایلد است؟ تیچرز چایلد است، منیجر پیرنت است. درست؟ شما با آبجکتتان هم حال آبجکت خود چایلد بسازین. اینه به جای منیجر من فعلا تیچرز میسازم. اینجا مشکل ما حل شد. مشکل حل شد. حالا که من رن بکنم کد نتیجهش اینجا میبینم. پروتکت یک سطح دسترسی را کلانتر بین پکیج ها، اما شرطش چیست که باز او کلاس گیرنده چایلد کلاس دهنده باید باشه. خب پابلیک دیگه میفهمین دیگه، وقتی پابلیک باشه به هیچ چیز ضرورت نیست. ها حتی ببین من ایره بس ایره چی میکنم، پاک میکنم. اینه ببینید پیرنتی را، اما یک چیز باید آبجکت کلاس منیجر اینجا باشه. میبینید هیچ قانون چایلد از اون نیست. این خودش یک کلاس مستقل است و یک کلاس مستقل، اما اینا میبینید به وریبلش دسترسی میده. اکسس مودیفایر ها دسترسی تعیین میکنن به دیتایتان. اینمی کوتاه‌ترین گپش نیست، اما لیول داره هر کدامش. پرایوت یک لیول، دیفولت دیگه لیول، پروتکتد دیگه لیول، پابلیک دیگه لیول. بخش یک سوال، این کلمه استاد هم ثبت شده مثال پرایوت اینا کیورد هاست، کیورد های اصلی خود جاوا هستن. هر کیوردی را که به رنگ پرپل میبینین اونا از خود جاوا است. متوجه هستین؟ بله. آبی رنگک ها از خودش هست، باز بعضی چیزایش هم ما استفاده کنیم. کیورد های پری دیفاین شده است، از ابتدا هست، از خود جاوا است.
اوکی. این بحثی اکسس مودیف، پس آنها باز انشالله برش آشنایی پیدا میکنین، اما مفهومش هم است. در کتاب هم هست، اینا تعریف های اینا در کتاب هست، شما بخوانین دیگه. باز دیگه ما از اینا زیاد کار میگیریم، باز یاد میگیرین. باز بخیر آل به وریبل خب گپش خلاص نشده. فردا شب ما بخیر دیتا تایپ میخوانیم، نه بحث دیتا تایپ می داشته باشیم. ما تنها وریبل گفتیم، مودیفایر ها رو خواندیم، دیتا تایپ که بخونیم، باز شما به اساس این فرمول میفهمین که چطور یک وریبل ایجاد بکنیم. این کلمه ها را دانه دانه آیسته یاد میگیریم. اوکی. اینا باز اینا رو یاد میگیرین، این کلمه‌ای که هر کدام از اینا نوشته است چرا اینا نوشته است، آیسته آیسته یاد میگیرین. مشکل نیست. خب سوالای شما رو میشنویم، اما فردا شب بخیر کتاب داشته